برامش دیوانوتی بونگیش که مثل آتشی برای یک رند دیگه درست و درهبات بشون با آن کنگوار و با جین براتم نیست کنم که شما پاک واش رو درای واش مهن باز منتوار که مروچی می دیوانات و بعد و دوسته و سیسی مکین وادو هشته امید کنم که میش به دیوان پواشی دیما برو تو و یک کاری ما خندکی دی برسیم پیل کنه سنگتان من پیستم گوشتم که همین ما لوچایت نکنیم برزا و دیوانه یا بریشیم که سرال گوشک بید و دیوان بونگیج بید و سرال سرکم که جب بید رند اگر سنگتانی که جوستی هست برا سوانی کم بیایی که برزا و جوسته بکن ما پیستم گوشتم که 2 دقیقه تو کار جوست ببینید اگر جوستی یا گفتی اما 2 دقیقه تو کار و همچون می دیوان میمان هم کوشش همی بیترند که می جوستان در بیت رند که این سرال سر گفتی چد یا 20 دقیقه و هایی هم 4 دقیقه تا 5 دقیقه جوستانی پس بدن تو که همیشن که مولوا دیوان تا شهری دیما برود هم پا میمان خسته بید هم دیگه گوشدارو خانی خسته دیوان تا های هم خسته ملان سلامت باته و دیگه دیوان بونگیج کنین و دیوان ما موضوع سرال سرال او رسم که مصر جانا که گفتی کنن و دیوان ما ساری بید حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت ملت بلوچ هر تعیین سرنوشت مردم بلوچ یک نوشتاری که مشکل و اشین که از حاکمیت ملی و از حاکمیت مردم شه من دیش کنگم که آی سرام پر گفت که تنها از حاکمیت ملی و این دیوان سرالی و منی جز و جناف جانا اشین که از مردم ها که اولی کنلی که همچین گامی چیز کنگی مغرب بلوچستان ها که برای شیمن چوتی نیما بوشگانی که من پیسر همچین گفتی شهیزگان نیما نیش کتگت و که گویی این شعارا این سلوگان بیان نیما و همی که گامگی جا ایویسی مسئله دیما برند از حاکمیت ملی که وقت مسئلی اما که بلوچستان و از حاکمیت مردم ایشی جوست مارا چه واجه نافذ جانا اشین که وقت گونه که میمانا و همچو اگه ایس مردم رنده دیگه هم تصیحات و چه دیگه ساعت هنگی جوستن تصیح هم داد و هم شهر این واجه مارا این هم دوسته بلکن که دوست بانت واجه این هم یه دوستان که شریک بیتو دیگه هرچی از مردم ها از حاکمیت ملی از حاکمیت مردم از تعیین سرنوشت که یک سلوگان سراحات کن تو پدا نیزه اولی هم گفت و بونگی چنبری دیگه شایی که ایشی تاریخ همچین چیزی بیتر و بیتر همچین ازبانی بیتر تو همچین سازمانانی بیتر تو همچین چی بیتر که دنیا تا اگر از حاکمیت مثلا ملی که تنها ما گفت بجنه از حاکمیت یا مزید از او دا حاکمیت مردم مزید آی چونی نتیجه داشتیم سلامت باشه و ناصر جان من دیوانه کردم سلامت باشه مهربانی ملک جان و دیگه سنگتان پدا نوکی کیت کردند و شاد که شما دیوانه امیدید که واشین دیوانی بیتید امیدید منیتوار هم پشاری سرش میگوره سر بواگند شما مهربانی هم چون شما گوشت ولی تاریخ حاکمیت یا مواد مستری یا وقت واهوندی یا هر چیزی که بلوچی ها ماشماشی ها تعریف بکنیم یا بگوشنی 2 بحری هستند یکی مردم این یکی ملی هست و پیسر تر خوب پیشی کنشو بیاین حزب مردم ایگا با آدم ها تاریخچه کوتاهی مردم بگوشید که پرچیشی مهم هست حاکمیت شی که کی مستر هست و کجا پرچی چه دلیلی یکی مستر بیدین چون انسان ها مختلفین جایگاه هستند یکی خانواده تو کند یکی وقتی شهر تو کند یکی وقتی بسیار کشور هایند یا دیگه طریقه هایند
یک حاکمیت گپیتن چما اولا انسانانی واسطه یک مهمی مسئله ای بود که من پسر تاریخ رو رانده پس که از مردم آیشی پواد کتاب یا به هر حال زورتگی چه دیگران رو چو ودور کتاب و ایران تو کا شد که اما اولا که انسان لورت حکومت اد بکنه اما ابتدای حکومت این اگه ما 4000 سال پیش اولی مثلا داستانی کسی که نویسنده بودن گیلگمش ایند که مرچی مثلا اروک عراق تو کاین اما منطقه گوشانتی بین النهرین عراق و در اولی شهران دنیای به یک شکل شهر بودند که نوشتارش هستند گشتر چه دیگه جاگان این طبعا شیام گوشک بیتند که بهترین تقریبا گشتری منطقه چه دیگران حالا خب دلایلی که آیا منطقه تا دیگه مسئله ارکولوژی ولی خب بود همش مطرح بیتند بعد گیلگمش شهر اروک عاد کنند شهری ساکن شهرین بیتند و وین شهری بیتند تا بود حاکم بی پادشاه بی بل خوب از زمانه که پادشاه هم همیده بودند که درو چیزش وتی زانتگند و تیگش بودند بعد یک شهرها گشته مثلا قانون آیی بودند هنچه که بگنده ایران خامنه ای تاگت هم با قانون دیگه یا دیگه ملکانی که بودند اونا مردم ها خوب آورد انسانان اعتقاد به خدا چون دانه خدا بودند خدا دعایش بود که یسک مرسان ظلم کنه گیرگمش پادشاه برای پادشاه هم یک مثلا معاصرین پادشاه دیگه پادشاه دستور داد که یک دیگه که یک انسان عد کنتن و موضوع عد کن که یک دیگه گیلگمش دابی نرکن که گیلگمش ری بیتن همه چکن بالانس مثلا یک تناسبی جیر بیت جامعه یک همچه مردمی دین بده که دیمه بوشتینی چما وحدی هم انسان متوجه بودند که باید یک شکلی یک تناسبی بیتن یک حاکمی یک مخالفی بیتن و این سکی مهمه چیزیه برایان یک کسی هست که بونان اینو قایت و گیلگمش اول جنگ بودند و گیلگمش اول مخالفت بودند آویدی هم مشوزانه جنگ گشته زحمی تیری بودند معمولی جنگ نبودند بس بره ولی خب آخر ایدونا با هم دیگه سنگت هم بودند مردم دید ایدونا تا با هم دیگه ور بودند شیا ما شد منطقه خاورمیانه گنده که چطورکا بس همین فرهنگ تاگت بود هستند چون که هر دو جاگان مردم ور نیتند حاکمیت گیلگمش اگه رقیبش دیم داد دیگه تا رقیب هم پده ها بسیار به شکل حاکمی لوٹیتی آیی لوٹی قدرت کم تر بکنتین ولی دا مردمانی قدرت نیست مردمان چه کد مردمان چه خدا دعا لوٹید که بسیار آینه گورسی بکنتین کشی هم باشد تو بودی جامعه گندگیند که مرد چه خدا گورسی لوٹگند مردم و این بسیار داستان کویتایی که بسیار در رابطه با مسئله حاکمیت و تقسیم قدرت شان چه محولی بسیار گیلگمش کتاب اگه که فارسی هم شامل و ترجمه کتاب من خود انگلیسی آوانتا بعدش خب یک سکین شهرین داستان و کسته این آموزنده این هم 4000 سال پیش نویسه بود اولی یعنی در اولی نوشتانه انسانان نوشته گند و باز این فکتانی هم بوده هستیم که مردم متوجه بی کسی که لازمه به مذهب و یا به دیگه چیزانی که تو بررسی فلسفی بکنتین این باز شهرین چیزی هست دومی موضوع خود در مسئله حاکمیت بود مردم مشهور زمانی هم تا یونان بوده که بود اولی دموکراسی شکل گرفت بود دموکراسی هم محدود بود فقط مثلا به مردمان بود مثلا آتنی که مثلا جمعیت 40000 بیته خوب 40000 اینا فقط مثلا تمام مردینا حق رای بیتند مردینان یک هم پدا آزاد ببندند یعنی مردینان یک پتش صاحب ببندند نه مثلا بردیان از برای بربرانی که مثلا به عنوان بردای آرتگنت یونانا در واقع فقط آیم دموکراسی بسه چه ویده شروع بیتند او در این مسئله حاکمیت مطرح بیتند که بعد مثلا خب به شکل فلسفی شهری سفرشی با بعد مثلا ارسطو وسط یک چیزانی هست که مذهبانی قدرتیت یعنی مثلا توارمنی که را شرمه یا مثلا ناورمیان که تواری لازم کرده نظام کرایه مشکل یا شهر بود ها مسافرت مشکل مسافرت مشکل شو میدونن برال ولی عبارات تا بوده که داستان ما تعریف کرد پیش کنک بوده گفتم تا که وسط کم خراب بود بعدش بگیرم چه این دورانی که مثلا مشکل بود مذهبان یافتند مثلا مسیحیت یا حتی اروپا یا و به شکل اسلام را انترا یا حتی خاورمیانه خب مسیحیت هم تا خاورمیانه آید که یهودیت هم بود آید که ولی خب مسیحیت قدرت گشته تا اروپا بود در حال که اسلام قدرت تا هم خاورمیانه هم ماند و تاگت هم تقریبا تا دنیا تو که همه داره ایدونا به اونان نگوت باید مذهب گندک واگایند و حکومت اسلامی که مشابه دیسته به چه شکلی بوده یا تمدن اسلامی که بوده جور بود ولی خب گشته تحولانی که در رابطه با مسئله حاکمیت بده پیشیت کند بحث بودن تو مشکل جامعه هم بوده گند شبیه سرا مختلفین ابن خلدون تا یه دیگرگر ابن رشد یا هر یکی دیگرش هم بحث کردند
ولی تا اروپاشون سیستماتیک تر بودن تا مثل دوران که مثلا اگر مردم یونان رو تا مثلا که کلاندای بنا کینو یاد به عنوان مثلا حاکمیت و سوورنیتی خدا و یا مثلا اگوستین اکثر فیلسوفانی که مثلا بخش مسیحیت یاد کن اشانی مثلا کارامتی که انجامش دادند شما خب یک بعد حکومت مسیحیانی دیگه تا اروپا و حکومت مسیحیانی به این معنیت که نگاه ماش هم گنده دیگه مذهب حکومت وادی کیتن دیگه مسئله گشتر ایدئولوژیک بیتند مسئله سیاه و اسپیت بیتند یک مثلا وسط خاکستری نیستین چون حکومت خدایه دیگه تو یا پروتستانیه تو کاتولیکیه تو ارتودکسیه خبر تیگین دیگه خبری بند نمیتین دیگه خبری دنیای تو که نیستین دیگه خبر تیگین و اشاد که مثلا خب آخر دیدیم که با جنگ و چیره رستن خب پیسرتر هم حکومت امپراتوری هست تا بحثان ما نره مثلا خب روما هم مسئله حاکمیت سیسرو دیگه دیگران بحث کرد خب گشتر آین بنیاد هم یونان هست نه که مثلا یک چیز دیگری است ولی خب در کل شد که بعدی که مشکلات هم در اروپا پیش رفت طریق مذهب و بعد مردم مثلا مخصوص تا آلمان ها جنگانی که مثلا 30 ساله بودند کشتارانی که بودند این مسئله بعد مطرح کنه بود که خب پس چطور کار اینا حاکمیت چه مسیحیت در بکپیتن چه مذهب در بکپیتن و به یک شکلی مثلا یا حاکمیتی مثلا همه دولتانی که هستند یا حکومتانی هستند بیتید اشانی تو کایت بعد ولی خب پادشاهیت ولی همزمان گویی مشکلات که هستند تو اروپا شهریشی بودند اروپا همیشه فیلسوفیت کردند مسائلش بحث کردند مثلا بودین تا مثلا فرانسه یاد کردی فرانسه خب یک حکومت مرکزی قدرتمند هستی ولی خب یک بارگی کلاپسی بود و مثلا یک فروشی بود که مثلا چطور کشی حل بکنید که آیا وقتی نظری دادن شد که مثلا باید حکومت شعبی آینه ضرورت نشینیت که پادشاه بیتن هر کسی بیتن نظر آینه مسئله نه ولی خب باید حکومت همیشگی بیتن ولی خب بحثش کرد تا بعد مردمانی برای تا یک جای طرف مثلا یک طرفداری بیتن یعنی تا یک نیروی بیتن یا تو قدرت گرفته یا تا مردمان داده ولی خب دائمیه مثلا هر چی طرح هستن و به هر کنار نمیته از زمانه خب همین فکر بوده ولی بحث همین بوده که مذهب یعنی قدرت زمینی بکنن دیگه مذهبی مکنن چه آسمان میته بلکه چه به یک شکلی چه مردمان بیته حالا شی مثلا اریستوکراتان انتخاب کنن شکل ملوک الطوایفی یا مردمان انتخاب کنن یا طرف قدرت بوده ولی برخلاف قانونان هر که مردم واسه شهر بیتن و ایشی رنده مثلا خب یه مسئله حاکمیت پر گشتر هابز بحث کردن تا انگلیس ها بعد که انگلیس مثلا جنگ بود و وقتی مثلا پادشاهی که چارلز کوشاک بود تو شما و همزمانی که کتابانی نوشتی کتابی هستین لوتاین که مثلا سوورنیتی کلا مثلا مطرح البته سوورنیتی بودین گشتر مطرح کرد ولی خب هابز هم مطرح کرد خب هابز هم اون یک فیلسوفی بود که بسیار سوالانی که منش جواب دادن پسر هیچ فیلسوفی جواب ندادن تا ضرورتی خب آیا جواب دادن ولی آیا مثلا هم شد که قدرت باید زمینی بیت آیا مثلا شینه حکومت پادشاهی بیتن آیا هم شاید به هر چه اریستوکرات هم بانتن یا پادشاهی یا مردم بیتن که کار انجام بدن که هابز مثلا یک تئوری کاوالیارتی که مثلا دولت ملت تقریبا نظریه هابز هم جدید مردم 1600 اواسط 1600 بود تقریبا یعنی 300 سال که بیشتر که تر دولت مبیتن تر گورنمنت مبیتن تر حاکمیت حکومت تر مبیتن زندگی مثلا به یک شکل چی باشه هم بیرحم زندگی به مردم و هم انسان منزوی بیتن و هم فقیر بیتن و هم زندگی زننده اند یعنی بدی زندگی مردم بیتن بعد حکومتی بیتن و یه چیزی مشو بلوچ هم زانه دیگه ما چه خارج نه تا دیگه ما هر نیمه بلوچستان که بیچاره مردم بعدی که حکومتی نیستن وقتی زندگی هم زننده این هم بیرحمه هم ماشوا به صلاح تنهایی هم ترسن چون تو وقتی که طرف امنیت نیست همیشه سعی کنه بتا چیر بده یه چیزانی که ماشوا درست کننش زانه یه کلماتی که مثلا حابس در رابطه با یه موضوع استفاده کردن بل خب حابس نشانی هم مثلا شده بیتن که حاکمیت مردم بیتن بل خب حاکمیت مردم رنده پدر روسا کم باز مطرح کرد ولی 100% هم نه یعنی پدر آیه هم یه مشکلی هستید که از دید آیه که مثلا یونان آبادی که مردم حاکمیت هستن مردم انتخابات انجام داد و رئیسش انتخاب کرد و همه موجودی که مردینانی هستند پدر مشکلی هستند با این موضوع ولی خب کم کم شما مثلا جا کاپتن همین وقت ایران روسا انقلاب فرانسه بود که حاکمیت مثلا ملت آیات یا به مردم آیات بعد مثلا جان لوک مثلا یکی به انگلیسی فیلسوفانات آیه این موضوع به شریعت را مطرح کنه آیه مثلا این موضوع کانیگا مثلا وقت حق تعیین سرنوشت و آزادی و حاکمیت مثلا چیه آیا مثلا تعریف کنه به یک شکلی مثلا که آزادی همشین که تو بتونه وقت تصمیم بگیره و یه دابه ما بیتیم که یک مثلا بالانسی بیتیم به شکلی که تو بشه مثلا من بالاتر حالش مثلا در حد خانواده مرد بشه من چون جناب بالاتر چون من عقل گشترین یا من زور گشترین یا من زر گشترین
یه پدی وقتی ما این بالانس پیش داریم هم تو جامعه یا به به شکلی که تو مثلا بتونی وقت تصمیم بگیری آزادی فریدام همشین وگرنه دیگه چیزی نه یعنی و یک سک مهمه که مثلا یه خبری مطرح کرد که هیچ کسی حق نیست که مثلا که همه مثلا به شکل درستی و غیر خشونت آمیز جامعه شریف رو دیما براتین که طرف مثلا بجانتین یا تی زندگی چطور بگیریتین یا تی مثلا صحت و سلامت خراب بکنتین یا تی آزادی چطور بگیریتین و یا تی مالکیت یک طرح هستین تا چیزی هستین تو گراگ بیتین و همین برام مثلا مطرح کنک بیتند که وقتی که جایی که قانون همه بیتین خب آزادی هم نیستن خب قانونی که مردم قبول بیاد قانونی که مردم قبول نه خب مسلمان آینه این چیزی که راستو هم گذاشته تا زمانی تونه کسی که جامعه زندگی کنه باید قانون قبول بکنه ولی قانون بیت که آیه قبوله وگرنه چه فایده ای نیست تا قانونا و اشاره که مثلا یک بک‌گراندی مثلا در رابطه با حاکمیت مردم میاد ولی خب مثلا تا اگه بر اساس حافظ آزادی بره اگه جان لوک مثلا آزادی مگره مشکلات که مردم مثلا هیتلر هم خب به هر حال حاکمیت هست دیگه حکومت آلمانی هم هست ولی مردم کشک بود ودا یا مثلا چین دیگه چین هم مثلا در زمانی که کمونیستان یاد کرد قوت شوروی و کمونیستان یاد کرد استالین دوران یا لنین دوران یا مثلا چین تا حاجت مثلا اورگوران برانت که مثلا تربیتش بکنه که شهری مردم به منظر آیا کمپانش یا مثلا کارش ماندن کارانی که مثلا همه شرکتان کنن مفت باد کار بکنن چیزی که ما زمان ما و انقلاب فرهنگی هم انجامش داد یعنی ضرورتا وقتی بر اساس آبز توری اکت مثلا بگه شکل دولتی طرف بیتن طرف بساط زندگی شهر بیتن ایش هم کامل نه گپ هم شد که ادانت که حاکمیت مردم سک مهم بیتن بر اساس ما لوک به اصطلاح تعریف آن لوک که مثلا شین که مردم باید اصطلاح بیت شان شریسر مطرح بکنن و هم دانید که مثلا مدرسه مهمه که شما مثلا وادی به طرف یک جامعه خوبی روین ایساک مهمه تشی هم فاکتین که تا زمانی که تحمل مبارزه کنه تحمل با تو حکومت هم تشکیل ده مثلا آمریکا یا خوب که فرانسه انقلاب بوش حاکمیت ملت انقلاب آمریکا مثلا حاکمیت ملت شما حاکمیت به اصطلاح ملت فرانسه گشتر مردم حسابیتن آمریکا گشتر ملت حسابیتن دانید که مثلا مردم گندیتشان به حال یک دموکراسی گامان چیز کنک بود حالا گرچه تا فرانسه و طولی کشید با توجه به مشکلات دیگه که هستند ولی خب تا آمریکا مثلا تا اول عدل یک بخش چوانی که اسپیت تن یا مردینتن حق رئیس هست تو باز حاکمیت مثلا تا آمریکا ما اولا ایالتان دیگه بود نه مثلا حکومت فدرال دیگه بود و یه ساکی مهمه بحثی تا حاکمیت بعدی که شما مثلا گپ پیجنید ایشی که حاکمیت کجاین به چه شکلی تو بحری کنه و چطور کاش پدا تنظیم کنه که تو جامعه آزادیانی که انسان لازمات به وجودش بیاریدند این ساک مهمه مثلا در مثالی بدیم مثلا تا انگلیس ها یا شما در بریتانیا انگلیس که نه خود بریتانیا ماستر بیتن یا یونایتد کینگدم که مثلا مارش بریتانیا بیتن تا کشورانا مثلا اسکاتلند مردم هم حاکمیت ملی هستن حاکمیت مردمش هستن تو کوتش رای داشت تو انت جدا ما یا جدا ما باندن ولی دولت مردم کاتالان یا مردم عراق نیستن نه حاکمیت ملیش هستند نه حاکمیت مردمش هست در حالی که کشوران دموکراتیک هم زندگی کنه مثلا کوبه تا کانادا هست یعنی حاکمیت باید ضرورتا شینی که تحت مستقل ده شین که تو بتونه آزاد هم بتونه انتخاب بکنه بر اساس ما تعریفی که لاک داده مثلا بر اساس حق تعیین سرنوشت که در حق تعیین سرنوشت دیگه بحثی که دیگه جاگای ما شتونه دیگه روچی هم بحثی کنه ای پدابتی تاریخچه مخصوصی هم هست مردم خبری بکنه به شکلش یحتگن و یک سری چیزا هم هستند که جامعه‌ای که معمولا پیشتر حکومت و هر جا نبوده این ما شما از انسانی ما فکر بکنه انسانان تاریخ و مصری و گشتری دولت و ملت نبوده و گشتر به اصطلاح گروهان اجتماعی هوردین بوده و دا خوب گروهان اجتماعی به خاطرش که جامعه کنترل بکنن لحظه کاتشو لحظه به اصطلاح زندگی لحظه روشش که بعد تعد کتک که ما شما مثلا بلوچی ما شما سر رهبند هستیم و تمشون بلوچی رهبند سرا یا بلوچی فرهنگ سرا که مثلا بیرن و بجارن و تورن و حشرن و یا مسائل دیگرند که شما اینجا بحث می‌دانید مفاد شما اونان مثال دیم دا مثلا دیگه ملت هموطنی هستند و دیگه طرف به اصطلاح دولت مبیته تماما بر اساس نورما روه این نورما هم به اصطلاح کاچا هم جاگای دستپاگیر ملت مردمانی واسطه ایشانی مقابله خوب همشید مثلا چی بگوشه حقوق بشریت که
منشور حقوق بشریت که مثلا مشروع جامعه اوشن که خب بلوچ جنین مثلا نباید در بیتین یا تا فیلم ها حتی نباید شرکت بکن در حال که ما مردمیت ممکن فیلم چاری ولی واش نبیتیم بلوچ جنین بیتیم تا فیلم ها دانید که این مثلا یک سری نورمانند که مثلا جامعه تو هستند یک سری روشانند که مثلا جامعه تو هستند و ایشان هم دست پا گیرند و دانید که مثلا یک مردین و تا آزاد گیندیتین اما نورما استفاده کن به نفع وتی و تا حاکمیت داتین و تا مسری داد از فردی بلوت جنین ندادند و ایشیند که مثلا اینا هم یک مشکل اساسی وجود کردند و این خاطره حزب مردم بلوچستان چه ماولا با یاغای شکمات جامعه زندگی کردند که پسرترا حاکمی و سرداری و ملوک الطوایفی بوده و متاسفانه حکومت ملوک الطوایفی حاکمی و سرداری که بلوچستان به یک تبدیل به یک حکومت به اصطلاح مدرن ملی نبود شهری سرا که بتونه به اصطلاح یک گامان چسب بکنه که به طرف مثلا دموکراسی و شام بروتن و بعدش هم هنگام ما اشغال بتگیم به طرف دولتان مختلف به دلایل مختلفی حالا هر یکی گوشش بلوچستان اشغال نه یا فلان یا ایران مثلا بلوچستان میشه جزء ایران تو منهای کاری نیستن ولی خب نمیتونیم بلوچستان بگوشه یک مثلا اگر ایران اگر بلوچستان خب ایران بعدن پاکستان سر حمله بکنین هم بگیرتین یا افغانستان سر بلوچستان به عنوان یک سرزمینی به هر حال یک جا نیست و متاسفانه بحث بوده و آن مسئله تاریخی که در بحثی نیست ولی بعدی که هم تو شرایطی هست که خود بلوچستان و مردم حاکمیت ملی هم نیستن یعنی حاکمیت مردم همارا نیستن با توجه تمامی مردم تا ایران نیستن تا حاکمیت مردم ولی خب فارسان تا ایران حاکمیت ملی هستند بلوچستان تا ایران حاکمیت ملی هم نیستن بدانید که ما همچنین اولا با توجه به کمبودی که جامعه بلوچستان هستند و گپی که سک مهمی که تونه در مقابل هم نورمان جامعه بلوچی بله که خب آزادی بیان ببینید مثلا بگوشه فلانی مقدس نه تونه انتقادی بکنه تو بتونه مثلا جنین برابر جنین وتی مثلا حاکمیت وتی نه مردی نه نه پته نه براته نه مرده هم که مرد حاکم جنین باش که بر اساس قرار دادن و برابری جنسیتی یا برابری زندگی در کسبیتن تا آزادی اندیشه و بیانشان کنند وقتی تا حاکمیت وتی تو تونه وتی مذهب هم تعیین بکنه تونه بی مذهب هم بده ادانید که مثلا سکولاریسم که تمام به اصطلاح زیر نظر کن همه که بلوچ فرهنگ اصلی به اصطلاح بنیادی تورمین نه بیجارید نه بیارین آیم خوب دیگه هایی مردم بحثش کردن و مقاله انت برانز هم نوشتن سنگتانش تو نبوان کلاغ من در زمینه ها اینا هم تا به اصطلاح هر چیز بنیاد هم حاکمیت یعنی میتونه تصمیم نوبت بگیره اما چیزی مثلا الله که باشه تو بتونه وقتی تصمیم بگیره فریدام یعنی آزادی چمشیه که تو دیگه چیزی نتون ببینید بدانید که مثلا تا آبادی براتونه یک جامعه درستش جور بکنه جامعه‌ای که مثلا ما شما هنوز خوب میشن بلوچستان جامعه تیاری نیست نه خب بلوچستان جامعه پچ تیاری نیست بلوچستان جامعه تیاری هست ما شما هر یک لوت آیفون میبینید نزانون سامسونگ میبینید بهترین تلویزیون میبینید بهترین رادیو میبینید ولی بعدی که هی درو چیز که یاد کتگان یه درستی چیز مشور مولوی هم گنده نگهبانش کلاشوکوفی اند کلاشوکوف که یاد کمونیست یاد کتا چون که تو هر چیزی هر وسایلی چه هر جایی بزوره افتخار هم کنه که من بهترین ماشین بهترین ساعت هستم بهترین تلفن هستم ولی به صلاح بهترین تفکری که زیربنای اجتماعی که باعث میشه که شان عد ببن رشد بکنن بهتر ببنده آیا نزور همیشه خریداره همیشه در حال درجا جنگی وقتی که شهر کارا رسیده پویت شهر کنه گلاس فردی اجتماعی مشورت اداره مشورت درجا جنگی ما به این خاطر که حاکمیت ملی مطرح کنیم که حاکمیت ملی ما در مقابل حاکمیت تهران مردم بلوچستان تصمیم بگیرن آزادانه با تصمیم بگیرن و هر وقتی وقتی دلش کشیده تو تصمیم در جمعی بگیرن در رابطه با سرنوشت جامعه بلوچستان و همه با فردی ما بتونه تصمیم بگیریم نه وابستگی میبینید به یک خان سردار یا و نه هنوز به یک مولوی یا بلکه ما وقت طوری سازماندهی بکنیم بر اساس یک قرارداد هم ماشی خوب جامعه مدرن یک دولتی که همین چیزانی که گوش مشغولتینش شاید یک جامعه مدرن یک دولت ملی یک دولت به اصطلاح مردمی تون تامین بکنید و این دولت ملی و مردمی باید بر اساس خواست مردم ها بیتن و ای طریقات کنه به اصطلاح بر اساس هم چیزی گپ پیشرتر هم مشروع و داستان گلگمش و هم طرف باید یک حکومت حاکمیت باید مردمی اگه تو حاکمیت اجرا کنه حتی خدا هم تصمیم بگیرن کار خراب بیت هم داستان گلگمش هم پیشتارک بیتن بهتره که تو مثلا حاکمیت چه مردم اچن زیر بنا بیارهی مردم اند که مثلا بتونن وقتی مثلا حاکمیت دیانت به یک مردم یا ای فقط امور تصادی امور گریت وشی تنها طریقی بیتن احزاب سیاسی بیتن برنامه سیاسی بیتن مشخصات ایدئایش بیتن پروگرامش بیتن با مقطع مخصوص این یک حزب سیاسی پروگرام دائمی نه یک حزب سیاسی مثلا تو هم در اروپا تو زندگی کنه حزب سیاسی په هر انتخابات یک دیگه مانیفست یک دیگه برنامه کاری تن ولی خب هر کسی ځان مثلا سوسیال دموکراتانی بچ
شکل حزبان محافظه‌کار به چه شکل هست. یه یک چیزی که مثلا ما شما بلوچستان هم داریم حزبان سیاسی خب سخت مهمه. حزبان سیاسی همیشه بر اساس نیت عمل نکنند بلکه بر اساسش عمل کنند. یه بنیاد عمل کنند که نیت تانکا نچارند بلکه بچارند که چه چیزی نتیجه کار چی بودند فایده چیه برای پروسس هم مردم بر بچاری کن پروسه کار چیه پروسه تو چطور که دیم برد شان هم با تعریفی بیتی پبتی تا مثلا پا جایی که لوتیتن برسیدن اگر نه خود دچار مشکل بیته بشی که مثلا خود جامعه تو که جنبشان اجتماعی وجود کنند جنبشان اجتماعی هم کنترل کنند وانته شان کنترل تنها طریق احزاب سیاسی بیتن و به خاطر حزب مردم بلوچستان و تفکری همشین که بر اساس حاکمیت مردم ایدالی همشین که حاکمیت ملی بلوچستان تامین بیتن و بر اساس یک پروسه بیتن نه فقط مسئله نیت بلکه هم پروسه هم نتیجه یعنی چیزی که مهمه که کلمه که مثلا اولوف پالمه که اپون مردم وانتگن تسویدا یاد که وانتگنتی همشین که وقتی که یک سیاسی مردمی که یک گپ یک خبری کانتن یک پالیسی جور کانتن یک سیاستی جور کانتن بعد آی نتیجه هم بزانید وگرنه مشکلات بیتن و یک حزب سیاسی بر اساس فقط یک جنبش اجتماعی عمل نکنید بلکه بر اساس یک ایدان بر اساس یک نتایجانی بیتی گپ جانتین سلامت باش و مهربانی تو جو سکوتند ملک جان شانی و ما متابعان چم دکوت مهربانی تی باز ناصر جان منتظر باز واشی و جوانی تاریخچه اولاد رو واشی حاکمیت ملی و بعد چه بلوچستانی اهدافی که به هر حال از مردم ممکنه ببینیم. من چه سنگتان لوٹو که اگر جستی چیزی هستش یا دست برز بکنه یا در رابطه با موضوع یا مسائلی که در مطرح بودن و جناسیت مطرح کردن یا ایشی که ما بنویسن تو یا ایشی که بیایم برزا و تی جستا بکنم من سنگتان چه دستبندی کنم که و تی جستا حد اکثر تا 2 دقیقت بگوشند و تمام میکنم و تی برا و پرچه که چوش که اول دیوان گوشه بود واجه ناصر هم مسافرت تمامی لوٹتا که مروچی بیای تو ما خدمتی ببین واجه ایسی شما یحتگی شما اگر جستی هستین چون در این رابطه موضوعاتی که بر بودن در خدمتی مایکا پاش کن واجه ایسی بلوچ مسعود جان اگر ایسی خبر نکند من یک چند تا نکته است که لطفا اضافهش کنم به ناصر جان خبران کردندی. جی ها من اتفاقا تینام گرفتم من مایک منی بنده و چاره تا واجب رحیم بفرما باید من سلام عرض کنم دعایین دیوانی دندو کنم و منت اگر شما ورنایانی که برای لکر کنی برای دور سوشل میدیا شما ورنایانی داریم نه ما فقط همچین نندین گوش داریم چاریم حاکمیت مردم و حاکمیت ملی و در کل اشی که یعنی حاکمیت همه قدرت سیاسی هست یعنی حاکمیت ساورنتی همه چیز هست که تمامی موجوداتی که زندگند آیانی هم در نیام به همه ویتی نظم اجتماعی هستش همه ویتی نظمی مطابق به هر حال وجودیت و گنده که به هر حال رهبری او در دست کجا بخش از آن موجودات میده انسانانی تا دقیقت همشین که برخلاف ایشی که من یادت ما چوکته وقتا می‌وایدیم که برای مزنتر بوده که تینو دست مشت وانه که تینو دانشگاه رو که انسان مدام همه گوشه گفتن که بلی سیاست چیه؟ سیاست نظام مال فلان چیزه مال فلان کس مال فلان در صورتی که واقعیت های زندگی ایشیت که هر کجا که 2 نفر با هم دیگه هرچند که هم نزدیک بودن با هم دیگه زندگی وقتی کنن بودن مجبورند از ایشی که یه روابط ها بر پایه یا بر
پولیتیک یا سیاست تنظیم بکنند. حالا ایشی که ولی چطور کار بیت چونه کار بیت یک بحث دیگره، بستگی اصلا میشی که به قول معروف آیا خانواده اتحاد ببینید این نوع سیاست ورزی برای نظم اموری که هستن یا اینکه در یک برال شهر آبادی ببینید یا مدنی منطقه و علاقه ببینید اقلیمی ببینید و یا کشوری ببینید متفاوته، ولی بحث همشی این که در واقع تمام این جنگ و پترنگان و همدیگه مردگانی که هستن چون تمام این بنیاد سرمشین که چطورکا و چون بتوانتن در آن جمعی که هسته با اهدافی که هستی برسیده و همشین یعنی هم تو که اشاره کرد ناظر جان برحال یک بستگی زمانگان تبرویت بچاری جامعه انسانی برحال مختلفین دوره دیسته گنده یک جاگاهی که فرعونان حکومتن تو برحال امپراتوران بزرگ حکومتن رند گندین که بعد از اینکه برحال ادیان دیگه جا کپند گندین برحال حکومت کلیسا و مسجد و برحال به همین شکل دیگه مختلفین ایدئولوژی و قاعدانی که بند توشن آنی دوران حکومتن تو برحال شاهان و سرداران و برحال قوانین میشن. گفت سر ایشید که نکته که لطفا عرض بکنم شید که تفاوت بین حاکمیت مردم و حاکمیت ملی چیه یا در واقع تفاوت بین ملت و مردم چیه. مردم یا همه پیپل به قول انگلیزان بگوشن چی به عنوان یک ترم یا یک مقوله اید که به تک تک افراد انسان گوشه بیت و ایشی از همه ابتدای خلقت آدمیزاد بروت بگره بوتن و تا نهایت هستی یا آدمیزاد هست. مردم گوشه که برای برای اندیویدوال سونه گوشه مردمان و مجموعه مردمان برای هماین که گوشه مجموعه مردم کل مردم. اما مسئله ملت یا مسئله ملی در واقع یک مقوله یا به عنوان یک بلوچی چی باشه مقوله یا واژه ها ایشی یک ترمیند که عمدتاً قرن 19 هم به بعد که این کلمه جای کپید و به عنوان ملت حساب کنیم، یعنی ایشی که مجموعه کل مردمان یک نظم یک جامعه یک راجمانی یک اقلیمی وقتی که برحال اشان گو همدیگر رشته های تاریخی هستند و همدیگر و ایشان با همدیگر در یک جغرافیای مشترک هم زندگی کنند و ایشان توانته در تو یک مدت طولانی هزارها توانته که ایشان گوستگین محلوک ها بتوانند خلق بکنند یک فرهنگی یک روابطی نام گرک بود در ارتباط با چیزانی که باشه بلوچان تا به اصلا به عنوان توره و برحال میار و میارجلی و مثال مختلفی که هستن به عنوان فرهنگ و به اضافه هنری صاحب ببند مالک ببند رسیده که به یک جاگاهی از قرن 19 بیریم که عمدتاً بلوچ حساب بکنیم و به طور مشخص اوائل قرن 20 که به هر حال دیگه دولتان شکل گرفت به طور مشخص و دولتان مسئولیت بیته. این مسئولیت هم در واقع مردمان در بودن زمانی که به جای ایشی که مردمانی که بوده هستن در جامعه به عنوان برای رعیت حساب کنک یا نظام به عنوان برده حساب کنک یا به عنوان نظام کشاورز و دهکان و نظام فلان حساب کنک توشان در یک همچنین ماحولی در یک همچنین جاوری هست که او دا وقتی که شان به یک نوع همبستگی و همدیگر رسند که وطار لوتت به عنوان یک جمعی مطرح بکند و قدرت سیاسی ببیتش که قدرت سیاسی نه متعلق به یک فردی ببیتن بلکه متعلق به تمام مردمان ببیتن و او دا مردمان به عنوان شهروند نه به عنوان رعیت حساب کنند و او دارند که کلمه ملت یا عنوان یا مقوله یا واژه ملت مطرح بیته. زمانی که یک مجموعه به اتفاق همدیگر دارای حق و حقوق اینچنینی ببند و این توانش بیته که بتوانن تعیین کننده ایشی بلکه قدرت یا حاکمیت کی دست کی ببید و چطورکا کنترل ببید وقتی که دیگه این محلوک و این مردم به عنوان وقتی که قدرت تعیین کند و قدرت هم به طور برحال موقت و بعضی جاگاه هستن که برحال به شکل دائمیش داده گمترشان ولی کسی که به قدرت و حاکمیت در دست این تیم به عنوان نمایندگان مردم دارن به اصطلاح
خدمات رسانی کند دولتش هسته آنکه مجموعه این مردمان عنوان یا کلمه ملت اطلاق بیده جایی که به اصطلاح کلمه ملت مطرح بیده ایران که ضرورت پیش که ماشما بلوچانی که الان هنگت در قرن 21 درگیری های طایفه‌ای و قبیله‌ای هسته یا نظام برحال یک سری مشکلات دیگری هستن پیشنشی پیش داریدن که روند طبیعی رشد مردم بلوچ برسن بیشی که دارای دولت وقت بگاه خب متاسفانه گرک بوده که تاریخ مشخص نمید گوشت بود لازم نه تاریخ تابره پچه که مروچی بلوچستان که الان قربانی سیاست های حضور انگلیس در منطقه بود و بعد هم به خاطر ایشی که بتوانتی منطقه بلوچستان کنترل بکن حکومت های دست نشانده در پاکستان و در ایران انگلیس به وجود یا و برای به یک شکلانی هم گندگی که برای افغانستان هم یک همچشی مصیبتانی سر گرفتار بود شد فقط بخواد شد که این موقعیت استراتژیکی که بلوچستان و ریکورتگت برای گفتش شدهش بودی دسته و فعلا ماشما قربانی همه سیاستانی و قربانی ندانمکاری های وقت و نادانی های وقت و یا همه کارانی که به اصطلاح دوستان نادان مردم بلوچ هم توانند مرتکب بودند و مصیبتان سر مردم بلوچ هم وجود بیاره که گنده الان همیشه یک بلوچی اختیار وطی دستی نه حالا ما فکر کنم بعد مرکی یه قانم به سبب اگر بکنم احتمالا داره در حین جست پرسان و اعزاد نظران یه دیگه مردمانی که نشتگن مطمئنا سوالای مختلفی بوجودیه که تونیم آشویم مورد بحث بکنیم من که برای فعلا هم بند کنان و در خدمت شما هست سلامت شوی باز مهربانی واجه رحیم امید کنم که سنگتان یه دیوانا ما رو چه آخر بنیندن تو یه دیوانا بتونیم پواشیدی ما ببریم واجه روب شما را اگر گپی هستی مایکا پش بکنی متشکر من گپ خواستیم و ساگر یعتقه برزا به تجوست کنن واجه ایسی اگر مایک وقت نیست و شبیر جون جوست بکن واجه شبیر شما باید مایکا پش کنی و اگر در رابطه با حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت اگر گپی هستیم بفرمایید در 2 دقیقه وجه من شما را دیوان درود گوشم به خصوص وجه یاسر گرامی ها که به هر حال کبی دیوانه توگش گندیم به هر حال امید است که درا وش و براسان شر و صحیح بیدم ولی ما البته خوب لوتی دارم که ایدا یک دیوان توکا دیوانانی بی که مختلف نظرات توکا یک چالنگی بی ولی خب این دیوان یک مخصوص دیوانی ایشیان کد نکنی که یک چالنگ یا دیما بریم ولی مختصر گوشن که مروچی ما نتوانیم اگر لوتی یک ساختمانی را ببینیم اشیا برزا چی برزا آخرین طبقه چی شروع کنیم شر کنیم بیاییم تا بنیاد و بون و پدر رنده شر بکنیم آن زمانی که انسان پیدا بودا انسان 4 چیز ضرورت بودا یکی ورق یکی به هر حال لباس بودا یکی مسکن بودا یکی بی وطیا نسل دیما برگه واسطه تولیدی مثل بودا این چیزان مجبور کده انسانان این اولیه نیاز مجبور کده که انسانان یک رابطه توکا وطی در میان یک رابطه ببنینن وقتی که تولید جامعه اضافه تولید که این مازاد تولید یک عده‌ای که توان مدت زیاد هستی ایشان به دست گیرن و تاریخ توکا که وجهان به گبجدگاه آیا که بردهداری فودالی نظامایی که آتگاه به هر حال یک طبقه حاکم بودتا دولت بناینتا و یک طبقه بی مظلوم بودتا ایشان استثمار کتگاه استثمار مطلب چیه که انسان سرا
دیگه انسانان صرف فایده با استعمار. مسئله استعمار که در رشد نیروهای به اصطلاح تولیدی به وجود آتا، این استعمار در اصل مفهومی است که این استعمار آیگاه مای ملکان زیر چهره خود برتی تحت سلطه خود برتی ایشان مطلب چیه که استثمار بکنن، سود ببرن مای مردمان چه پدر رندایی تکامل توکا. به هر حال این استعمار قدیم آتکا استعمار نوعی برای انتا که وقتی ماشه دولتانا چی برای انتا نوکری دولتانا بیانتا و مای ملک به هر حال بلوچستان اشغال کدگان و این اشغال تا انو آتگا. بله مطلب مروچی ایشیه. ما به عنوان یک کمونیست حق تعیین سرنوشت که ایران توکا به هر حال چارچوبی که ما قبض نگاهی، ما به عنوان یک کمونیست حق تعیین سرنوشت برای ملت بلوچا وقتی دولت بنایگاه واسطه یک حق جدا ناپذیر به رسمیت شناسا و گوشم که تا زمانی که ملت بلوچ وقتی یک دولت نبنینی و حق جدایی از چارچوبی مثل ایران را وقتی حق نزانی و یک ارتشی که این دولت ها حفاظت کنه و شر نکا، این به هر حال چیزیه که یک حق ملت و ایشی لازم به هر حال دیما ببره و تا زمانی که چیز قبول نبود تا ما ایشی واسطه وقتی مبارزات دیما بریم. بله انو ما این دو طریق هسته، یعنی استثماری که ما را کنگه ای چیه واسطه ما را استعمار کنگه هم؟ یعنی یک طبقه هستی، نظامی هست دنیای توکا که مردم ها ای چارچوب توکا لوتن که ای چارچوب توکا بدارم. ای چارچوب برحال چوشی بودتا و ما نیلی که چوبی مبارزه کنه که ای چارچوب بزوریم. بندی کنگم یک منت. بله من جنبندی کنگم. به هر حال چیزی که ناصر جانم بحث کنگی فقط ساختمان بورزه چی شروع کنه کردی. اول ما اگر لوتیم که بحث بکنیم، ما اگر لوتیم آزادی که به هر حال آزادی یعنی در اصل مفهومش چیه که ضرورت حل بکنیم. ضرورتی که ما دیما را گرفتا، ضرورتی که ما دیما را گرفتا یک رژیمی هستی که ما دیما اشتاتا و نه ایلی که ما بلوچ ملت بلوچ حق تعیین سرنوشت بزوری. ما اشیا لازم حل بکنیم، یعنی تا زمانی که مشکل حل نکدگه ما نتوانیم وقتی آزادی بگیریم. دو اشی که ما چی لوتیم، چه اقتصادی لوتیم ببینینی که ما یه ملک توکا ای حاکم طبقه که استثمار کنگه و متی استعمار ایشی بنیاد بناین تا ایشی ما چون حل بکنیم که این دیگه نتوانی مای ملکا استثمار بکن، یعنی این چالنج تو این چارچوب توکا ما را ببره. بله شما اگر وجه ناصر ایشی دموکراسی معنی کنگه، این دموکراسی در اصل یک پایگاه طبقاتی داره. ایشی لطفا پاس بکنم جنبندی کنم اجا ایشی لازم پاس بکنیم و مردم آگاه بکنیم و الا اگر جی چارچوب توکا رویم ما جمهوری اسلامی برداریم دوباره همان نظام دوباره بازسازی کنیم که ما وقتی کار بکنیم. ما از مهربانی منتوارم. سلامت واسطی باز منتوارو ناصر جان فرام 14 یا 15 چی هستیم که پدامش آدی میوانان چی مدید مبارک رحمی و سیش فرصت
سلامت باد. من هم باید کوشش کنم و جواب داده که بدهم چون بهتر بیتن که دیگه مردم ها و گپان بجنانتن. من خلط واجه شبیه گپا خوب خاصین مثلا مشکلی من نیست که جوابش بدهم. همه دو کاری گوشتی که باید چه بنیاد شروع بیتن و باید یک موقع حاکمیت مردم یعنی چه بنیاد شروع کنگین نه چه سرا. و به خاطر ما نه طرفدارش تاکیز بیند و نه طرفدارش این که یک اریستوکراتی بیت ملک حکومت بکنید و نه طرفدارش این که یک مولا و مولوی و مفتی و ولایت فقیه به حکومت بکنید و نه هم یک حزب کمونیستی یا هر حزب دیگری که ببیتین، بلکه این حاکمیت مردم اگید مردمان کاین تعیین کنند و پیشی واسطه کارکنان لوٹیتند و ما تا حزب مردم چما وادی هم به دلیل هم ما زیاد شتاب زده کار نکنید که مثلا ما مروچی حتما دیگه یه کار بوگی ما باید فرصت راسته یه کار انجام بده. نه ما فکر کنید که محمد اوگشت پروسه هم لوٹیت هر چیزی و یه پروسه ما وقتی نظر لوٹیت احترام بلین و بچارند که چطورکا وقتی مردم ها هم دیگه ما بیارند همه و همه کلاب هاوس برنامه‌ای که هستند پیسران پالتاک بودند یا زوم بودند که یه بحثانا دیگه ما بیارند مطرحش بکنین و سعی بکنید که بلوچ جامعه تو که آگاهی سرپدی بیایید که همه دفعه ما گوشگید که تنها حاکمیت ملی مهم نیست. حاکمیت ملی ممکنه بازی ملتی هم گرفته بودی ولی حاکمیت مردمش نبوده. یک چیزی گوشن تی لیبریشن و دموکراتایزیشن پدا مردم کوتا مفصل آیی باری هم تون گپ بجاتین و این چیزانی که ما پالتاک زمانی هم خبر کردند من نوشته بلوچی هستند که حدود 10 صفحه بیتین تاگت منتشر نبوده بل خود پالتاک که بحثا ما یارتا بحث کتاک همین مسئله آزادی و دموکراسی که گپ چتا که چطور کار ملتانی که در مقابل امپریالیسم گشتاتگن و تی حاکمیتش گرفته ولی نتون که حاکمیت مردم بده همانی گشته که موت جهان پوتی مردم ده ولی همه مردم وادی که حق آزادی اندیشه آزادی بیان همه چیزی که تو گشتن آب و نانش لوده همشش کشتگن چه عذاب چپ بودتگن که یاد کردن روی کار یا عذاب راست بودتگن که در پروسهان یاد کردن چه ویتنام بوده تا کره شمالی بوده تا کوبا بوده تا به اصطلاح کشوران عربی که به دلایل مختلف پادشاهی یا سیستمان حزبیش و تیارتن ایشان تمامیانه همه کار بوده که ما تا بلوچستانش تورکات همچه چیزان یا جلوگیری بکنید و یکی چه هدف از مردم شما بودی همه بوده که بنیادی کار بکنید نه همچو سرسری کار بکنید و همچو دوچار هیجان بیتید و همین تک مشهدیسته همزمان گویز مردم جبر بودتگن جبر انترار بیگن بالا رو بگن جهل بان برز بان گروهان مختلف فر بانتین ولی ما هم آوتی خط گفته چون ما مثلا مشخصا یک هدفی سیاسی تعیین کرده که ما نتیجه به هر حال وقتی نظرها کم و باز زانین و ما نتیجه واسطه همه پروسه ادامه دیگه دیمش برگیم. حالا مثلا خب هر یک تی پروسه ایدان متفاوت هستن این به خبران همارد گوش کن چون یادگیری مسلمان یک پروسه تا انجام دهید یک ایده تا انجام دهید یا ایده پروسه همیشه بازنگری کنه چاره که ما دم گوشت حزب سیاسی حزب برنامه‌ان موقت برنامه‌ان مشخص موقتی حزب به 100% نه یعنی چون با 3 سال 4 سال 2 سال باید به چارهش بده بدلش بکنه ولی تا ایده اصلی حزب مردم بلوچستان حاکمیت مردمه و ایشی سرای از مردم کار کنید. حالا شی پروسه تا چند اندازه طول کشید با شرایطی که ایران هستند که مردم تا بلوچستان غربی بتونن وقتی حاکمیت برسانند و بعد موضوع ما تنها تعیین کننده نه شرایط اجتماعی ایران شرایط بین المللی منطقه‌ای درستینا اثر هستند چیشترا و ما همین خاطر به صلاحیتی سیاستا همه حساب دیما برگین و تا بچارین تا چند اندازه شی کجا جهلی بکنین کجا برزی بکنین کجا رای کم و تغییر بدن یا بهتری بکنن یا بالاتری بکنن ولی مسلماً من هدف ما چیزی که تو باشه یه حاکمیت چه مردمان بیایید نه چه بالا بیایید تا شماره چکی نیستند و گونتا هم نظرین ولی خب ما بر اساس ایدان و دیدانی که مروت هستند و نتیجه گیرانی که مواد کتگن ما هم اساساً دی مرامت مسلماً هم همیشه هم انتقاد پذیرن روش میگم گوش کنین سلامت به باشد که زنده بنات جان سلامت کن به وجه شهریار ما بوزد من مایکدون شهریار جان اگر پر جوستی و فاصله هستیم انچوک مپیسه گوشت و ما زمانه جنبانی کی سچن سلامت باز واش وجه سلام عرض ادب وجه ناصر خدمتا و دیگه سنگتانی که هستن واشی دیوانه و وجه ناصر بیارل یا کسی که زحمت کشیدیم پا بلوچ راجه واسطه
ما هر وقت واجه ناصر कहते हैं قبل از اینکه ودی گپن شروع بکنه یا تشکر کنه چی جولاکی درا که واجه شب روز په بلوچ راج واسطه زحمت کشی و وتی وقتی ارکتا په بلوچ راج واسطه هنچو که گوشید ته واجه ناصر وشی سیاست بهرحال یک هنری لوٹید و شرایط بعد سنجاگ لوٹن تو کار کنگ لوٹیو و حزب مردم بلوچستان و تی پرنسیپ هستن و تی اصول و حساب کتابی هستن و آئی شین که یکی مهمترین چیزا که واجه ناصر گوشت اما حق حاکمیت یا حق تعیین سرنوشت ہیں کہ بلوچ راج باید وتی سرنوشتا گوتی دستان گوتی اقلا گوتی اراده باید کول مردمان که تعیین بکند بله ای کول مردمان که راه دراجه و ایشین که بعضی مسائل و مشکلات هستن ولات شرایط هستند که شرایط بلکه اچ ٹیما گشتر صبری لوٹی و گشتر حساب کتاب لوٹی بہرحال یہ حزب مردم بلوچستان دست در مکان سنگتانی و حزباتی قدرت چه مردم گیری و بالاخره همه مردمایی که هستن حزب توکا شنیم دست در مکان انشالله که یک روچی مردم بلوچستان و تی سرزمین توکا بلوچستان توکا و تی حاکمیت و تی حق تعیین سرنوشتا گووتی دستا گووتی اراده گووتی عقلا رقم بجنند و یکی چه مهمترین مسائلی که حزب مردم بلوچستان دنبالی کنه که مسئله سکولاریسم ہے اما مسئله جدایی دین از هسته های قدرت یا لایه های قدرت مردم گوشت کنتے ہیں کہ یہ سکے واشی چیزی و امیدند کہ ہمیں اصلانی سرا و ہمیں پرنسپن سرا کار کنک بھی بیتے ہوں بلوچ راج انشاءاللہ کے وطی واحقام برسی میں نتوار وجہ ناصر باستی گا پانی سلامت سلامت باستی زندگی ہوئے واجه والا اجازت یک کامنتی بده من اول جز گیرون چا مدراتران و مهمان برا شدن که آیان گفتی نیستن و مسئله اجازه شدم سلامت باستی و جاله هم که نیندوخانی که هستند مهمانان گوشدارو کنی آیام اگرم دوستی و اگرم گفتی هم هستنه یا اگرم سوالی هم روشن بکنن بودم و چمنی بیتو که ما سایوتی که مسیج بده هم یا دیگه سنگه که همه دانک سنگت وجه بلوچ وجه مسعود مدراسان آیان هم وشت کنن سوالا اگر مسلمات گفت نکنن مسعود جان شما را اگر گفتی چیزی و وجه بلوچ بودم من یک تقریبا انسان یا یاد وجه وعده دونم برد سلامت من طوله نکته مطرح کنم ولی که بگوش وجه رئی معمولا وقتی که شانی بقول معروف میکروفونش هستن میکروفون جنه یعنی شکل وقتی یک نکته مطرح کنم برای حالا 1 دقیقه یا 10 ثانیه واجه شبیه باره اتفاق منم ایشان برای که چیه جنه دا میکروفون لورتا قبل از اینکه شبیه روتی گفانه بکنم 1-2 تا نکته هست که من لورتا مطرحش بکنم که مثلا کم که روشنتر بودی شاید به توافق زودتر برسه منو شبیه تو نگاه کنه شبیه برای شبیر جان یک تفاوت توهینی که بین آنچه که تشکلات سرتاسری ایرانی تا هر کشوری دیگه تابیبیته در مقایسه با آن تشکلات سیاسی که متعلق به یک منطقه خاصی هستند ایشید که مردم بلوچ الان تحت استعمار حکومت مرکزی هست و مهمترین مسئله که در اثبات با همان نیازانی که تو مطرح کردن مسئله برال وراک و پوشاک و جاگا و آرگ مسئله که برال پشت شیعان که دیمروی برال شام بودن تو شام وقتی که شام بلوچ محلوک و گرگ بودتگه به خاطر ایشی که در یک سیستم استعمارگرانه دارن زندگی گوازینه اینانید که مسئله لیبریشن یا رهایی بخشی به عنوان یک سیاست مهمترین و پایه‌ترین به اصطلاح موضوع سیاسی کنشگران سیاسی بلوچ یا هر یک که دیگه بیتن اینانی که به نظر من آن نکته که شما مطرح کرد دقیقا به همه شکلی که ناصر جان اشاره کرد اتفاقا
حزب مردم بلوچستان یک تفاوتانی که نسبت به تشکلات دیگری که هستند که این منطقه تا ایشین که پایه و بنیاد بر اساس قدرت مردم هلگند و قدرت متعلق به مردم بزانته و به خاطر همین مسئله که حاکمیت مردم باید جاگان باشید و حاکمیت ملی مطرح کرده و ایشان تمام مستلزم ایشی هستند که این مشکل و مصیبتی که ناشی چه این سیاست های استعمارگرانه این دولتانی که بلوچ همین حکومتگرانی دستانی چیه را زیر گوازینگه بطوانت و تشایشان برک کری و این رکه که هیچ راه طریقه نیست به همه شکلانی که ما به شکل مبارزات مدنی عمده ترین حق مشی سیاسی حزب مردم بلوچستانه و در همراهی و همکاری با تمام دیگر مردمانی که ایران تا هستن و به طور مشخص ملیت های تحت سیستم دیگری که هستن به همراه نیروهای دموکرات و پیشرو مرکز در مرکز ایران زندگی کنه کلا از این سیستم استعمارگرانه باید خلاصی بدیم کنیم. وقتی تو مردم رو مسائل و موضوعان دیگر به قول معروف طبقاتیشان در حساب کنیم. به همین دلیل که در حزب مردم وقتی که مطرح کن این لیبریشن وظیفه این طبقه یا طبقه یا این قش یا قش نه، بلکه وظیفه جمیع مردمانی که تحت بلوچستان زندگی کنند و به عنوان حالا یا بلوچ بودن که حتی کسان دیگر که مقیم تحت بلوچستان و زندگیش گره واسه سرزمین و گواه جغرافیا در نتیجه همت همه مردم که توانند این ستمگری استعمارگرانه بپروشند و وقتی که برحال هر یک که برحال مبارزات قشرهای مختلف اجتماعی و برحال مبارزات طبقاتی آیا در جای وقتش هستن و به همین دلیل با باشین که این خلاصی از این استعمار وظیفه تک تک مردمانی که هستن، تمام مردمانی که ملت تشکیل دهند، از بالاترین کسی بوده برای حساب بکنه بوده منطقی تا و از همه پایین ترین کسی که از جایگاه اجتماعی و اقتصادی بوده حساب کنید، تمام مشترکان با هم دیگر دست به دست هم دیگر بدن تا از این معضل استعمارگرانه خلاصی ودی بکنه. لیبریشن یا به اصطلاح راهی بخش بودی جنبش تحت همین موضوع همین مسئله سره برگه که بیشتر یک به سلامت باشه. او ماشا دیگه مدعیه سرا ایوم شده دیگه شبیر جان توتی کامنت اما یاده من باز مهربانی هم شمای دیوان هم ناصر عزیز هم رحیم عزیز باز مهربانی شمایی و دیگه سنگتان بیچاری ما ای که هر حال به عنوان یک بلوچ ما باز علاشوک هستیم منا که بلوچستان دورا حزبانی که به هر حال مسئله بلوچا مسئله ملی بلوچا وتی با حق کتگان وتی برنامه توکا کتگان وتی به هر حال راهشون توکا کتگان ما علاقه هستی که دورا ایشانی چیزان وانه و حزب مردم بلوچستان بی یکی از احزابی هستی که حقیقتا نوشتگان ایشان برنامه وانا و بعضی چیزان توکا ایشان گناه شریک و مثلا ایشان جنینان باریا و یا دین باریا حقیقتا مشترک کار بریم و یا مثلا دولت دینا چی جدا بی ای مشترک چیزانی مایی هستی مایی مشترک چیزان باز هستی ولی مثلا جنینان قانون نزانم قانون سازمان ملل و یا قانون حقوق بشر متکی کنک و راه چاره را ایده گندک ایده مخالفم چون که این مسئله او ده حل نبیتی و یا مثلا اقتصاد باریا که این نظام جهانی توکا مالوتی در اصل جمهوری اسلامی خلاص ببین و وارد مستقیم رابطه مستقیم با امپریالیست های آمریکا و یا اروپا ببینه این منی نظر چیزه یعنی همان نظام بناییم که جمهوری اسلامی هسته و یا نکته که وجه ناصر گوشتی که به هر حال حاکمیت مردم خب
انو بلوچ عوام مردم را و رهشونی که وجه ناصر و یا حزب مردم بی زمین آسمان فرق هسته، یعنی یک فاصله دانش هسته. این فاصله دانش رو تو پر نکنی مردم نسمزن که تو چه کنگی. یعنی این را یک رابطه اقتصادی تو چی بنی. من همی وجه گوشم که ساختمان برج طبقه چی ما شروع نکنی. بیایی بنیاد اقتصاد گپ بزنی که اقتصادت چون کنی. همین نظامی که دنیای تو که هست و یا یک اقتصادی ببنیم که مردم هم متکی هسته. این مسئله مهربانی منتوان. سلامت باشه زندگی بی و جناب سر اگر ترا کامنت بارا گپی و نظری هستن و اگر جنگا باشتن یا نه که ما میکروفون ادامه بدیم. سلامت به نه مناشی باری خاصی گپی نیستند و شما یه جوابتی داد و برحال نظریات متفاوتند که من خیلی تفاوت فکری هست و نبیتن شده حلی بکنه ما متعبر کتند و واجه متعبر کتند و مشروعی کار احمید ابدیه ببری. سلامت به دیگه سنگتان جستی عبری هستیم بفرم. ملک جان تین میکروفونی کیفیت وش نه اگر بیت کم تو وش رو بخوبه سک سنگینه صدا بری من متوجه نباد. او من در شهر أنا شهر من توقعت شهر وجریم دیگه سنگتان که هستن هنوز سباکتر واشتر بود تو نه واشتر سباکتر مشاهره آتی من گوشی باشد وجه من یالا گپات من گپ تو کاچی بود گپ سیست وجه مسعود تو گپ بکشم سلامت من یک سنگت جست دیم داتا که چه واجه ناصر یا واجه رحیم جست بکنم که هر که لوٹے جواب بدنتے یہ وجہ نوشتا کہ یک صده اخیر تا ایران دو دانه انقلاب بودتا مشروطه و اسلامی که هر دو کو متفاوتین قانونات تحریزی و سیاست گذاری بودتا و چندین ده حکومتش بودتا. آیا نون جستشند که آیا کی تغییر یا انقلابی که اگر به وجود بیایده چه نوع قانونی باید شما ببی و یا شما را مد نظر هستن که بتون حاکمیت ملی برای ملت بلوچ تضمین بکنند؟ واجه رحیم و یا واجه ناصر هر کس شما لوٹه جواب بدهید. ناصر جا بفرم. تو خب پاچ کتا گرده گواری کتی مسئله نه بفرما. من گرجو من گوید از بندیش برای گپ کتگانا 30 ثانیه بلکه یکی چه مغربی مشرقی بلوچستان مسیج داده و همین دیوان نشتن چوکمش دیوان دنیا مگی گوشه‌ای که چه سنگتان دازبندی بکن و تی گپان تو که اگر شما گیشتر بلوچی ببند چی که ماش مگه انگلیسی بگن بلکه انگلیسی مرد سرپنا فارسی کنه هنگره یا اردو شکر گوشتی بلوچی ببند این کالام شما باز منتوار که من هم سرپد بودم که من شما دیوان برزورتا و چشم درست هم منتواری باشید. تشکر کتا که ساکی باشید دیوانین. سلامت. جایی مثل که ناصر جان رو که باید کمان بکنم بچه این جستی که چه نوع قانونی باید ببید به قول معروف یه تغییر و تحولاتی که هنو باید بیده. اولا وقتی که گوشک بود کسی که جستی کرده که یک انقلاب مشروطیت بود بعدا یک انقلاب بهمن بوده. انقلاب مشروطیت چندین دهه نبود متاسفانه کمتر حتی از یک دهه که قدرت دسته و اتفاقا همه انقلاب مشروطیت در واقع بروردی است که زمانی که انگلیس کودتا کرد و پهلویان روی کاریا و ارتش پهلوی هم رفت و پده بود بلوچستانی حاکمیتی بوده به اصلاح هست و عمدتاً در دست مکران تا دوست محمد خان رسته. دوست محمد خان خیال این موقعی که به هر حال شکستی وارد و تسلیم بود همیشه که من اگر چنانچه بروان تهران به عنوان مسئول همه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در قانون اساسی
انقلاب مشروطیت ثبت بودگد آیا بر همه باور است در صورتی که رضاشاه شیعته که کلا قانون آن کلا بپوشید بر علیه انقلاب مشروطیت این کودتا بود شد و مسلما این رفتیم که چیا یادن قانونانی که یادن پهلویان خب مثل روشن تمام از همه ابتدای تا انتهای قوانین گیرانه و استعمارگرانه بودن که بلوچی هویت کلا حذف بکنه و فقط همه سرزمین بلوچستان با توجه بیشی که اهمیت استراتژیکی که هستی و بی درک رختگتن دارک بیتن توشم. جمهوری اسلامی وقتی که دقیقا پیش برنده همه سیاستان بود، همه قانونان بود که پهلوی یاد دادن. بیار مکنی که جمهوری اسلامی هم برای همین قدرتان بین المللی یاد بودن. چی ما شپا کنم زانه و علا اصلا تمام چیزا به حد نباشن، ضرورت هم نه که شک بکن به قول معروف مردم سرش. به همین دلیل لازمه که تغییری که بعد از جمهوری اسلامی سرکاریت باید یک تغییر و تحولاتی ببند که محور و اساس آزادی بیان و اندیشه و برابری ببیده. برابری انسان‌هایی که بوده هستند چه به شکل جنسیتی ببیدن، چه به شکل هویت‌های تاریخی ملیتی ببیدن و چه به شکل برحال پایگاه‌های اجتماعی که هستند. چنین تمام به عنوان شهروندان برابر حقوق و به اضافه ایشی که قانونی که ما به دنبال هستیم با یارک بیبی و با توجه بیشی که خواهان استقرار یا برپایی المنظر ملکدو بچونکر گاب بکنن که مشرکی برات گوها سرپرد و متاسفانه شی مصیبت این که ما گاب چه نکاب سکتے ایشید که ضرورت هستند که یک نوع سیستمی باید ببید اودان که آن نشنال ساورنتی یا حاکمیت ملی هر یک راج تاریخی که هستند این سرزمین ها منطقه دا اختیار ویتی دستش بید و همزمان هم حق تعیین سرنوشت the right of self-determination ایشی هم به عنوان یک قانونی در قانون اساسی از حکومتی که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی روکاریت هم باید تصویب کنک ببید اودا که یک حقی ببیدن که در فردای روز ایشانی سیستمی که هستند تایید ساختاری که هستند اودا به عنوان ایشی که هر یک راجی هر کجا کتی سرزمین تاریخی تا هسته اودا جغرافیایی تا همه حاکمیت همه مردمان ببید همه راجی مردمان ببید یعنی راج محصری حاکم ببید اودا و هم قانون دیگر میشیم میدونیم دولتی که به عنوان دولت مرکزی باید به عنوان دولت مشترک مرکزی میبید. حالا این دولت مشترک مرکزی تو به عنوان یک دولتی میبیدیم که آیا این حکومتان و دولتانی که مختلفین اقلیم و منطقیان تا هستند ایشان به اتفاق همدیگه دولت مرکزی به عنوان به اصطلاح یک دولت کنفدرالی به حساب بیارند یا به عنوان یک دولت فدرالی که شیش شرایط بعدا مشخصه کنده و ما بلوچ یا کرد یا ترک یا عرب و ترکمن و لرستان تمامشان به دنبالش هستند که اگر بتوانند یک سیستمی ببینن که این جغرافیای تاریخی این سرزمینانی که تاریخی سرزمینند و او در راجان زندگی کنند حد اکثر قدرت او در آن منطقیانی تا همه محلوک و همه مردمی دستا بی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. به همین دلیل تفاوتان بسیار زیادی دولتی که بعد بیاید حالا به شکل انقلاب بیاید یا به شکل‌های مختلف دیگری برای بلوچ بیایدن تفاوت سکباز بیتن به نسبت هم دورانی که انقلاب مشروطیت هستند به شکل آوادی‌های قرن پایان قرن 19 اول قرن 20 و هر نوع ماشما تقریبا 2 دهه موازنه چه قرن 21 به همین دلیل نیازانی که هستن متفاوته به نسبت پیشی زمانگانی تا که چونی قانون تنظیم کنه بید و چطور کار بید ولی مثلا اساسیش اینه که این برابر حقوقی انسانان پایه اساسی باید بید. منتور سلامت باته منتوار و جرمی واجه ملک مسئولنا یک ارده کامنتی بیدیا شهر تو یک ارد که معمولا واجه ناصر دیوانا نلوٹم باز گپ پہ جنا چکے
لوٹا واج ناظر آواز ناظر هم مرچی مسافرین و وادی هم نیستن همیشه واسطہ ما بغت یہ چیز گوشاں اچھا مار شمار یک کار لوٹی کی سکیں ضرورت ہے پا بلوچ راج واسطہ چاہیدہ دو دانا فکر ہست البته یہ دیوانا نا کلن گوشے گا یا فکر ایشی کہ بلوچ راج اسی میں مستقل ببیاں استقلال لوٹا و یا کیشی کہ فیدرالیسم مسئلے بل یہ دوئی کاران تو کل آتے مشترکات ہستا کہ مشترکات چیئے مشترکات شان کہ بلوچ یک راج بلوچستان یک سرزمین ہے متوجہ یہ بلوچ یک راج و بلوچستان یک سرزمین ہے اشیا باید ہما میں کسائی کے بلوٹوں کو مارا زندگی بکنا باید اشیا بمانند یعنی یہ یک ضرورت ہے اسی واسطہ نہ باید میں یک قدم پشتا برے اگر چنانچہ ایرانی کے بلوٹوں کو مارا ہور زندگی بکنا چو اتکا میں جغرافیہ تو کہو آگا بلوٹوں کو مارا زندگی بکنا باید بماننا کہ بلوچا اگر حق کے حاکمیت بارو گپ بیتے تو انسان بلوچا باید در نظر بگیرے تو آئیے اقتصاد در نظر بگیر اجتماع در نظر بگیر فرهنگ در نظر بگیر و آئیے سرزمین در نظر بگیر یعنی بلوچا تو ہما چیز کہ ہستے بعد قبول نہیں بکنے کہ تو شخص بلوچ ہے نہیں کہ تو آئیے میں سے کمپیوٹر دیتا بدے آئیے ورودی بدے چاہیے خروجی بگیرے چونکہ یہ قابل قبول نہیں اسی سر بعد مردم درگت بکن بلوچی زبان بلوچی دود و ربیدک بلوچ سرزمین بلوچ سرحد ای بعد رو قبول ببنتے ما یک فیدرالیسم دموکراتیکا قبول کنی ہیچ مارا مشکل نیستے ما تونے وہ دیکھ راجہ اور پہ زندگی بکنے بلے استقلال تو کا نہ تنہا یہ چیزیں گا پکنا کہ درست چیز ببنتے ابلوٹا تی ملکا یعنی جغرافیہ باید جدا بیتے بلے آیا ہم ابلوٹا یہ چیزہ بہوشا کہ انسان بلوچ باید مستقل بھی یعنی انسان بلوچ اقتصاد دود و ربیدک فرهنگ اجتماع باید مستقل بھی از ہر کل و زنجیر باید جدا بیتے و اسی فیدرالیسم اگر گاجر منوک بہنتے مارا ہیچ مشکل نیستے ما ہستے ہمارا دوست بیتے ہیں ہمارا دماغ اور زندگی بے کنے بلے بشرطی کہ اشیاء باید قبول بے کنا ہرگز قبول نہ کنا شبیر جان شاعریہ جان دستبندی کنو کہ موشو چا مائی کا اجازہ نہ دا کسی توارا پاچ مائی کا شبیر جان پہل کا مائی گا پوشن بلکہ تو چا منا ماستر ہے تو منی واجہ وابل احترام اسی کہ دیوان گوڑا شنگ شانگ بیت پدرانده جمع کنگی نبیتی سلامت باته و تیباز منتوار شهری جان و مهمانم ما که جوز کنم که هستن آت که جادا انگیلا کنگی این که من مسیج دیگه که تو من وعده چیه نکنه سلامت باته و جا لطیف جان اگر تو جوزی هستن تو تی جوزا بکم مایک تو نداره سلامت باته ما پیترم باش که 2 دقیقه مشبه وعده الداری سلامت باته من سلام عرض کنم دیوانا و همچون شما مهمانا من یک 2 جست هست فقط در ظرف همی 2 دقیقه لطف جستا بکنم شاید هم کمتر من جست یک کشه که مروچی دیوانا واقعا حق حاکمیت ملی و حاکمیت مردم و تعیین سرنوشت ملت بلوچ من شما گپ اینو و انچو گوشک بی و جناسرای گپ گوشتن تو مختصری و هنچو گوشتن که کامل یعنی گوشتن نی شیشه که من جست چه واجه ناصر یا چه شما درست داشته که آیا تنها حزب مردم بلوچستان در این مورد فعالیت کنگن یا بلوچستان تو دیگه احزاب هم هستن که در این مورد حق حاکمیت مردم فعالیت کن یکی من جستشه دومیشه که شر ما شما این گپا که لوته حق حاکمیت لوته و انچو که واجه رحیم آگوه تنها راهی تو گشتی هنی فعلا هسته مبارزات مدنیه و آیا ما شما همچنین فرصتی که ما را اگر برسید و تا حاکمیت برسیم ما بلوچستان تو کاری فعالیت کتگن که مردم آماده هم برای مبارزات مدنی و یا برای دیگه مبارزاتی که قرار هم ببی یه کار بیتگن تو یا نه انگار گشتر کار لوٹیتن و حزب مردم بلوچستان آیا این باره ها تنها در بین المللی سطح کار کتا یا داخل کشور هم یه چیزی کار کتا تا این که
زمانی ما ری فرصت برسیده و ما بتونیم زیده بود حق حاکمیت ها برسن، یا این که فقط ما نندن و گپ کنیم و حق حاکمیت ها فقط تعریف کنیم و لوٹیں که و حق حاکمیت ها در حد تعریف بزن. من نتواشم. شما اگر بیته پسو بدهی. سلامت به مهربانی حتما پسوی دهیم وزارت لطیفیگان. پیسرتر هم گپی کرک بودشی که تهنیگاه حزب مردم اگه ایران دیگه بدلی بیتند که اینجا نشیر سر میخواد جواب داد. یک چیزی من گیش بکنم چند که ما بیتی همین دفعه فکر کنم شهریار هم شهری گپی جدیشی که بلوچ انسان آزاد بیتند و تی آزادی بگیریتند و حاکمیت یعنی همه یعنی انسان آزاد بیتند و این که دولتان ملی اربوطه گرد شام هر کسی تاریخ هست و شما بلوچه هم حداقل اگر به اصطلاح کنفدراسیون رند و لاشا و رند به اصطلاح زیرگیان حکومت اگر به اصطلاح که بودتگند یا دیگه حکومتانی که بلوچستان بودتگند البته بلوچستان ماکرون و دیگه رضا شاید که دوست محمد خان حکومت هم نبوده منطقه جیروفت بلوچستان بود حکومت بوده همادابات منطقه ماکرون آنی مگا که مرچی جاز و میناب و سیری که باش کردن بود هم بلوچستان یک مستقلی حکومتی بوده نیما گشتری ماکرون نیما گزانه که دماشما نشتگند بل خوب آیا هم یاد بکنین که پس در بلوچستانه و بلوچستان مثلا یک محدود به یک جای مکنه منطقه مرچی سرحد سیستان هم وقتی حکومت بوده به شکلی و جنگش بوده طولانی ترین جنگش بوده بعد گجر حکومت و علما اشان هم شما یادآوری بکنه باز کشتش داده باز ضررش دیده به سیستان بلوچان چوبچین بوده سیستان بلوچان بهترش ماکران بلوچان ایشان همش بعد مثل هر وقت بگوشیم که یادآوریش بکنید که ملت توکا هنگام پام شما باشین که بلوچ توکا هنچی مشکل پیش میاد که بلوچ بیتین تو یه دفعه 4 جا 5 جا وقتی مختلفی حکومتی بیتین بلکه یک روزی بیتین وقتی حکومت وقتی مستقل تشکیل بداد برابر بیتین آجو بیتین شی حساب مردم کارام حزب مردم کنگین و دیم حکومت که ایران کهتین یه پر من نظرم شد اگر می دست برسیدین اشنت که ما گویی دیگه ملتان برابر ببین بلوچی زبان بلوچستان اولی زبان بلوچی بیتین و اما دا قادق تعریفان رحیما کتن تی بودا و مشمارا به صورت دا دیگه به آدابین گپی نیک ما بوشه ما یر دستین که امید بین و اما دا که آزادی برابری لوٹین بر اساس اما دنیا دا اما از سورنتیگا و مستریگا و واهوندیگا که تعریفان یک حاب صدا تکت بله لاک کامل که نه تنها حاب سیگا نه تنها لاکیگا بلکه یک چیز در میان آیان که هم حاکمیت مردم بیتین هم حاکمیت ملی بیتین تیشی حساب آباد بیتین اشی که دیگه حزب تو پیسرتر من یاد بیتوادی که حاکمیت مطرح کرد حتی حزابی که قدیمی حزبتان بین دوستان پرد ما هم این مسئله حاکمیت ها این گرام جانا کبتا گفت چون آینم گشتر تاریخچه هم چه جنبش داوا که مشمول مثل مردم دانند گشتر که دموکراسی په ایران تو خود مختاری په کردستان یا دموکراسی په ایران و خود مختاری په بلوچستان مثلا هستند ایران در خوب سیستم فدرالش هم یارتگد به یک شکلی خب ما یکی چه ما اولی حزبانتیم که سیستم فدرال به صلاحیت و پیسرتر هم تنها کمیته بلوچ و ترانه بحث کنه بودتگتن حاکمیت ملی به صلاح در واقع موتی جلساتانی که تا کنگره هم هستن توضیح دادن که رنده تقریبا درستیه نه هم مسئله تنکا حق تعیین سرنوشت یک یک به صلاح حق وطوبالی گیشنگ وطوبالی گیشنگ یا به صلاح وطماسری گیشنگ شیعشی بیتین گیشتر چما تعریفی که چپان نیمگا لفت نیمگا بودتگد همه اصابت گیشتر حزبانی توکا که ما شی رد بود که ما گوشت که نه شی کامل نه شی به صلاح یک گوشی مثلا صرف ترمینیشنی حق تعیین سرنوشت شپدا وابسته کنه به طبقه کارگر حاکمیت یا په دیگه مولای حاکمیت یا په دیگه آخوندیگا یا دیگه نمیگه مشکل جور کنه بلکه حاکمیت باید مردم بیتن و رنده خوب گشته نه همه حساب ربطند و بازی هم شخصا من باز برگشته که مثلا تاثیر داشته مثلا همین که مثلا احزاب کردیا یا بلوچی حزبان تو کا پیسر هستند زبان مشترک مثلا فارسی است در حال که ما زبان مشترک نیست یعنی چیزی که توضیح داده این حتی وقت دوستان کرد که احزاب مدنی دموکرات و کمونال و یادگاران مرج گاشته که مثلا بر اساس شوش نتونه باشه فارسی زبان مشترکی ما رو به کردان زبان مشترک نیم بلوچا ما رو مثلا یک بلوچیا تا مینا بنشته یا بلوچی تا کولو نشته تا مری علاقهشان مشترکین زبان هستند تاجیکین زبانش هستند نه یک منو آذربایجانی مشترکین زبانی نی من زبان بلوچی اند
و شما زبان کردی هست. اگه شما فارسی که زبان ارتباطی شما مثلا ما بیچ وقت بودی برنامه اساسنامه حزبی ما را بیچ فارسی نه زبان ارتباطی ما و نه هم زبان مشترک هست. چیزانی بودن که مردم شما و دیار تگن و هنگاه حاکمیت خب بازین تشکیلاتی زورده. حالا یکی مثلا هر یکی یک تعریف بده حاکمیت و تو کاری تن چه حاکمیت مثل یک چیزی که تو نمیشه تعریفی بکنه مثلا ملتانی بودن مثل استونیا لتلند و شان لیتوانی شانه که روس آزاد بودن چه شوروی آبادی نه وقتی آزادی واسه جنگ کش بده همه وقتی حاکمیت و مسئولیتی یا وقت مستری شک بهاری داته بهاری چه اروپا و بنده تنیشند که انسانات شرایط مختلفین مثلا اندازه وقتی واهندی چهاران کجا فایده هستن کجا ضرری هستن چه شیدا به چهاران ولی من مثلا همش برابری بیتن تو بلوچ یک انسان آزادی بیتون تو حقا بگیرید تو شی سر دیم برگه و این پروسه این تعمید معنیگان گوشت شانه تنها یک موضوعانه که تو حد تحصیل کرده روشن فکران بحثش کنه مردمان میگوره هم باشان خبر بکنه همه که تو بگوش مثلا بلوچی زبان دیگه ایران مثلا ما را زبان مشترکی نیست اینتی مزنین گپیه همین خبرانی که ماشوشانی کنگی همین حاکمیت من نظر مثلا ماش مایدا کنشتگی به سرتر چین چکا مثلا شی باریا فکر کوتا یا خبری کوتا بل هنوز خبرانی که ها گفتم کلمه سکولاریسم مثلا من یاد بیت مثلا ما وادم که رژیم های وبلاگ هستن بله حزب مردمی نوشت hani ممکن کلاب هاوس استفاده کن فیسبوک یا جهان دیگه ولی اون وبلاگتان سایتتان جوریش کوتاگتان ایران تفتان ایران نظام دیگه صوبان و یا بلوچستان بلاگز کی یه دیگه بازی نیستن کوکارات و بازی نیادش کوتاگت بودم همش نوشتم که زایدان پرس اکسپرس نظام زایدان پرس چه نامتی که مثلا حزب مردم یک لوچی سکولاریسم تو بلوچستان جا بجانتین و طلعت چه بلوچان مثلا شی سال بود که بلوچ سکولار نه ان بلوچ درو لوتان حکومت اسلامی لوتان تن در ممکن 80% بلوچ لوتان بل دلیل نیست درسته قانون اساسی پدروسیان په یک بهر نه شون تاثیرانی است که مردم هشتگن تا این پروسه و ایشه ماشو پس ثابت کردم عمل کوته حزب مردم بلوچستان تا این موضوع سره و ایده تأثیری بودن نه تنها تا جامعه بلوچه بلکه تا جامعه دیگر هم تا کرد بودن تا ترک بودن تا عرب بودن این تمام گیران در این رابطه از مردم تاثیر بود این مسئله حاکمیت ملی ها بشیک ما مثلا زبان معرفت و هر کس بودی زبان مشترک هست عربان بودی و بلوچه بودی کردان بودی بلوچی زبان بعد بلوچستان اولی زبان بیتن شی اساسا بحثی نه که بلوچستان دیگه زبان اول بیتن بغیر بلوچی و براوی دیگه زبان بلوچستان اول نمیتونه جادگالی و فارسی و دیگران به اندازه محدودی تو بلوچستان هستند هم بلوچی زبانن و بلوچستان بهری چه زبانان و بعد هم ما گوشیم بلوچستان فلان کلات داره بیت هم دا گوشیم فلان بلوچستان نزانو دستوی چه هستند داره بیت تی زبانه هم ارزش بالاترین ارزش انسانی والای هستند باید حفظ بنتن ولی خب بلوچستان اصلی زبانه چون مثل هویت ملی یک بهری بوده بلوچی زبان اما دا فارسی واسه زبان فارسی هویت بهری بوده نه بلوچی زبان و یک بهری بوده او کار کنه هم شد مشما سنگتانی که در هستن تمام گیران نه تنها از مردم یه دیگران مثلا مطرح کنگن این موضوع دیما برگن پسر تر خوب مثلا ما یاد بیت مثلا مسئله پرچم بود دیگه پرچم هر کسی میشه ما مثلا پسر تر بود ولی برای رسما حزبی تشکیلاتی استفاده بیتن رسمیت دیگه بیتن حزب مردم بود بلوچستان مثلا پرچم به شکل مثلا بیتن حالا مثلا امانی که نگاه مثلا طرفدارشی و ما ایرادش گرفته بلوچستان پرچم نیستش ما طرفدار ما چون نبوده بلوچستان نصیرخان نوری زمان نگاه پسر ترام پرچم بوده بلوچستان نه تنها یا پرچم بوده بعد باز پرچم بوده هر یکی چه حکومت‌ها مختلفی هر بودن همین منطقه مکران بلوچستان یک تماشی جاس کومینابی اون هم پرچم بوده چون اینکه مثلا پرچم فقط یک جای بلوچستان بوده خب شیک مثلا بلوچستان یک حکومت تشکیل میده مثلا وقتی کارا وقت کانتن و وقتی پرچم مثلا مردم انتخاب کنند تشکیل بیت یا دیگری بیت و مثلا اینش بل برای پروسه مبارزه یا یک سری چیزان یک سری سمبولیک تو شام جا چگلده و این چیزانی است که از مردم تاثیر میده می زبان بلوچی حاکمیت ملی مردم بلوچستان پرچم مردم بلوچستان ایدهانی که مثلا ما نباید مثلا برین دنبال شیک مثلا حاکمیت یک تعریفی بکنین که رنده مثلا حزبی بتون استفاده بکنن یا فرد بتون استفاده بکنن شما تاثیرش دگن و هنگان شما واژان یک جا کاپتگن ولی امادات ما گوشت ما خود مثلا اروپایی خب هر بعد یک چالنجی بوده لازم مثلا اتفاقا جنگانی بوده تا انگلیس بوده یا فرانسه بوده یا تا آمریکا بوده که مثلا تا آمریکا اشتراکا مثلا آمریکا رئیس جمهورش بود به جای پادشاهی مثلا توماس پین چه تأثیری هست یک سری فیلسوفان یحتگن
فیلسوفان سیاسی، فیلسوفان بلدی مثل هابز، مثل مثلا مونتنسکو، ترانکویلی مثلا وقتی که فرانسه انقلاب کل دموکراتیک نتونتی بیت آمریکا دموکراتیک تر رابطه آمریکا به صلابتی ترانکویلی این امریکا مثلا کتابی هست که چطور که مثلا دموکراسی پچودا کار کنه پشت فرانسه کار نکنه که مردم فرانسه که سرتر انقلاب کو و جامعه قدیمی تری چطور که مثلا چند دیگه را یادش که نشو جامعه تو که متاسفانه نه تنها بلوچ جامعه بلکه کلا جامعه خاورمیانه، جامعه شرق و جامعه آفریقا مردمان فیلسوفان در نهایت میتونه این سوالان جواب بدهند. امیدوارم تعداد جوانانی که مشورت کردن تا اروپا وانند و این فلسفه‌ها را یاد بگیرن میتونن جوابگوی مسائل ببندن. خب کار فلسفه هم کار سختیه دیگه، تو بعد 24 ساعت وانه فکر بکنه، هم تو بتونه ریاضیت خوب بیت، هم بتونه مثلا فیزیکت خوب بیت، هم بتونه جامعه شناسیت خوب بیت، تونه مثلا دراسات آیا مثلا فیلسوف مردم کار بکنن، هم سیاستت خوب بیت. ایشون که مثلا ایشون جوابگو بودن، یعنی جا پا جا هر چیزا مثلا چی بودن یک مردمی در کپتا یک فلسفه یارتی مثلا مونتنسکو رفت انگلیس مثلا چطور که انگلیس کار کنه در فرانسه انقلاب کتگت مردم حاکمیت بل نتونی تو جای چگر بداته. فرانکولی رفت آمریکا یادگی، مونتنسکو رفت انگلیس یادگی، مثلا برگشت طور که مثلا جامعه پدا سازماندهی بکنند. ایدانید که مثلا ما شما هم باید همیدا بکنیم و تی مردمان را راه بیاریم و این سوالانی که مثلا واجه شبیرش مطرح کنه یا شهریارش مطرح کنه یا دیگه سنگتانش دی ما یارگن، این تمامی خبرانا ما شما باید بتونیم جوابان کوتاه یک حزب سیاسی دادن ولی جوانان مزنیان بتاغان فکر دیانتین، فیلسوفان مزنی دیانتین، نویسنده مزنی دیانتین. امیدوارم آیان چه ماشمه تو کشار مت و بیان یک کار انجام بدهند. و ادا همیشه ما توجه بکنید که ما گامی شروع کنیم. من مطلب شینه این که مثلا هنگام یا شبیه‌جان یا برای تو کشی هست که مثلا حزب مردم روتی ما رهبر ببینو یا مثلا ما در مقابل مثلا مرچی ممکنه مولانا آخوندن و در قدرت هست حزب مردم مثلا هر کسی که دبیر کل رئیس حزب مردم بود دیگه آلترناتیو در مقابل ای نه ما این فکران نه. مزانی بلوچستان تو که ما را پروسه طولانی دورتی په مبارزه ببخشونه برای کم طولانی بودن همه دا افغانستان کمونیستان یاتن و دا کپیتالیستان یاتن و دا بعد مریچ طالبان رابطه که جنینا مریچ حقوق باره شبکه جنینان گیش موقعیت په جنینان قائل نه طالبان ته ودا چطور که ودا حکومت ملی جور بیتن. بلوچستان هم یک پروسه ما هدف واقعا شی نه که ما مثلا قدرت طلب بعد به همه دا بخش مگاش ما باید بنیادی کار بکنه. اگر فرصت پیشیات بلوچستان تو که حزب مردم یک قدرتی بیتن مسای کنه اما ایران تفکران آزادی خواهی که ما دا مگاش بر اساس هابز اگه ولتانه که هابز اگه نه هابز تو یا حکومت مثل ایتر جور بکن تو حکومت مثل چین هم جور کن چون حکومت مثل خمینی هم جور کن بل بعد کاملش کنه بعد مثلا لاک مثلا ایدهانا و ترانکلی ایدهانا مثلا بیاد شما مثلا توماس پین ایدهانا مثلا پادشاهی سیستم به درد نخوره چون پادشاه تو میریت جنوب میکنه برای شهر ممکن چوک خراب بیشه. ما باید رئیس جمهور این بیتیم باید مثلا به مردم انتخاب بکنیم مثلا کمان سنس یا عقل سلیم از فاصله تاریخ همچین یعنی تاریخ هستن تو مردم بانی که مثلا ولی خب شاید مردمان کارش کتک هم بتونید چمشان یاد بگیرن علاقه فیلسوف نیستن شانی که بانی یاد بگیرن و یک کامبینیشن خوبی یاد کنه تنها مره مثلا په یک وقت محدود بکنه په یک فیلسوف یا مثلا اما تو باش مثلا اقتصادی خب هر کسی مثلا مارکس تاثیر بوده مثلا اقتصادی چای مردم یاد بگیرید چه جان اسمیت مردم یاد بگیرید چه دیگران یاد بگیرید مثلا به چه شکلی بتونه ناصر جان دستبندی کنین که ببخشید من بر تمام بوده چم نه سلامت باشه. مالوچه که بعد مشمه استک کامنت پدا سین پرام سوال کتا چجالا نوشته پماردیم دادگان و من یلا مسعود جان هم بلکه هم چا و هم دیم دیگ بیتگان بازین لوچ گپ ما کته مامی و آترا که موشی که بعد کامن پدا ماشوا چی ما که بعد کامن خصوص ما وجه مسعود ترا جوسی سوالی که هستن بگوشه یا ماوتی سوالانی که پاندیم دادم من وجه ناصر و وجه این مطرحش کن. مهربانی ولیک جان. جی ها سنگتم پماهن باز جوستیم داده 5 جوست من رستگان سنگت اگر بیواتن بیایم برزا و وقتی جوستانه بکنه اگر امکانی هسته اگر نه که گودا بنویسم پما یک سنگتی جوست کتا که حاکمیت ملی پیش زمینه چه نوع رفتار سیاسی فدرال استقلال یا هر نوع امتیازی که در چارچوب ایران و افغانستان و پاکستان به عنوان هم حاکمیت منطقه‌ای بلوچا بدهند. یک جستی دومی جستی ها سنگتی شد که
چطور امکانی هستن که بلوچان سعی منطقه تو سعی کشوری که برای هنو بین الملل به عنوان یک کشوری رسمیتش جایاری به یک ترم واحدی به عنوان ملت واحدی جمع ببن یک دو پدا سیومی جستی همشد که البته سنگت ناصر و تیابران که تا حد زیادی میچیکو جواب تا اشن که حزب اندیشه تو سکولاریسم گندگی بیته یه شیوه سیاسی ها چطوره که شما تونید بلوچستانی که سنتی و مذهبی هن رایج بکنید و آیا مردمان قانع بکنید شما جوستان پا پارسی هم من کوشش کنه که بلوچی شرجان بکنم و چهارمی جوستی هم شد که حزب مانیفست و نسلانی قانع کنگ انوین نوکه نسلانی که هستن درباره حاکمیت ملی چی هست اگر سنگت ناصر و یا رحیم شما یاد داشت نکته من تونو یک پدان شما را اگر لازم بود من پدان شما را بکشم یک دیگه جستی هم هست که آیا ربطری من پدان گروه جست کنم واجه رحیم و یا واجه ما جوستا رو پیدا کنم که شما یه جوستان چیه بلکه پس کوتابان ساک شهرن گواند ببن چی که مشو وعده کامین من برو بنده بودی جوستان کنم که مردم پر من دیم داده حتما ببخشید بچه من کوشش کنم ساک معدود جوابش بدم چون جوابت جوستان بازن باش باید بزنید که حاکمیت یک چیزی است که مردمی تعیین کنند دیگه تو باید کوشش کنه مردم حاکمیت بیتن وقتی تعیین کنند شی که چونکایش انجام بدهند وقتی مسئلهش بیتید حزب مردم هدفم شی که بلوچ مردم آزادانه بر اساس ما فریدام بدونند آجویی حساب وقتی آینده وقت بگی چی نه دیگری بگوشیدش که تو چطور کابه به و ایده خب حتما نظران مختلف هستند هر دامی گپ بیتید شی بوشی که مثلا فدرال ببیتین آوشی که آزادی ببیتین آوشی که نه ما همین اندازه هم یشینی ما همشی هم یکی بوشی اصلا حکومت اسلامی ببیتین که ما خب تهیز مردم بلوچستان و مسلمان چیزی که مردمانی حقا محدود بکنتین هر طریقه انسانی حقا محدود بکن مخالفین آی بنام مذهب بیتین شهر و بنام بلوچ سنت یادم گشت حاکمیت در مقابل سنت و نرم هم هستید چیزی که مثلا جنین حقا مداتین چیزی که مثلا انسانان بر اساس ذات و این چیزا دیگه بچاریتین اشانی هم مخالفین و میشه حاکمیت ملی لوٹیدین و حاکمیت ملی هیچ گونه محدودیتی نیست حاکمیت دولتان ملی یک چیز جدیدی هست و وقتش هم زیر سوال هست و خاورمیانه اساسا دولت ملیت کنه یک چیز حالا موقع مثلا ایران دولت ملی هستین فارس ما بلوچان نیستین یا مثلا عربان 4-5 دانه دولت ملی هستین همین وقت پیش دارید که چطور کا وقت نیشن استیت یا راجی سرکار این منطقه که مرچی مای بوشین که صوتی پاکستان شروع بیتین طبیعت این منطقه که خاورمیانه آسیا غربی تانگه نتونت شهر ببیتین یعنی یک چیزانی توکشی مثلا رانندگی کنه تو ماشین مکانیکش دیدین تو ماشین نت کتا مثلا مردم بوده یاد گرفته چه اروپاییان چه دیگران یک سری کاران انجام دهن ولی ضرورتی نیست که حتما حاکمیت ملی حاکمیت مردمش هستین و ما کوشش هم شد که ماشوا چه چیزا یاد بگیرین و بلوچ بتونید به صلابتی حق تعیین سرنوشت و حد بکن چون کار رند مرزان سیاسی جور بنتین همین خیلی مسئله آینده که خاورمیانه مسئله مشخصا همین کنگان دیم سالی بوده که همین چطور که بلوچ سه کشور یک جوان ماشو گندگین پاکستان پروسه سیاسی که است باز فرق کنتی تا ایران نگاه تا افغانستان نگاه ایران مثلا چه سیستمانی که مثلا پادشاهی طرف حکومت اسلامی یا افغانستان حکومت پادشاهی رفت حکومت کمونیستی و پدا ظاهری جمهوری و پدا هند رفت په طالبان ها که پدا حکومت عقبگردی هنچه که ایران ها کد هنچه عقبگردی بوده هم تا افغانستان هم شد که جامعه وقتی پروسه هستین نشانه یکی بیت بررسی بکنید که ما مثلا بتونیم همزمان یه هر سه مشکل یک جا حل بکنیم نه ما بتونیم هر ملت ها ما خوب مثلا تو سوئد هستید ما رمیت بلژیک رمیت فرانسه رمیت آمریکا بلوچ برا کنیم ما مسلمان کو بلوچ احزاب سیاسی که گلو بانیک بلوچستان شرقی هم هستند گویا هم دیالوگی هستن خبری هستن یک دیگه گنده
و یکدیگر به شریسر جا کارند و چون به هر حال ما بلوچی زبان که یکن شما پیش داری که ما یک ملتی هستیم دیگه، ما یک مردمی، ما سرزمین هم یکن، تاریخ هم بچاره یکن. حالا مرچی یک پرانتز تاریخ تو که پچ بیتن و این پرانتز پچ بیتن بلوچستان سه بحرایند. یک مثلا یه مدت یه واسطه شی من خیلی چیز دائمی نه، یکی چیز دائمی زانتن بلوچستان کشوری هم بوده چیز دائمی نبوده. نگاه همه شرایط هم دائمی، هم دولت ملت هم هستن، نیشن استیت هم شما هم دائمی نه. اشی که بلوچ طورا که پدا جمع بیتین گپ پمشید. اگر من پمشا هم یک چیز دلیلان یک ما تایز مردم تاکید کنه شی سرا بسلا سک وقتی خبرایی کنه که حاکمیت وقت ماستری وقت وامدی مردم بلوچ هم شد که یک روزی بلوچ وقت انتخاب بکنند که ما مثلا یک جا بند یا مثلا سه دولت شهر کنی یا دو دولت شهر کنی یا وقت دیگه دولتان ور بند یک پاجگین ملکی یک دیگر رد کنی همچون که تاری اروپا مینی مگر روگین تا چون که ایالات متحده آمریکا این یا دیگه تا بلوچی زندگی کرده ولی تصمیم وتیگش ببیتن. این تصمیم نه ما مسلما لوت بلوچ حاکمیت ملی حاکمیت مردمی دوینی بمانتن آوا دیگه کی چیزا تعیین کرده تا وقتی طرح شما بانته تو مستقل مبه تو ندونی کار انجام بده و چیزی که از مردم بلوچستان لوته یعنی تصمیم مستقل. حالا مثلا هر یکی وقتی تعبیری کنته تا وقتی مسئله اینی ولی از مردم همشی مسئله اینی و سکولاریسم یک چیزی که محمد گوشت یکی چه بحرانی چه هویتان از مردم بلوچستان بوده و منظور گوشت رژیم و همشی متوجه بوده و آنی که بخشانی که جامعه تو که مذهبیان حکومت اسلامی و مذهبی هم لوتانته و هم نیرو هستن فعالن به اعضا مختلف و گروهان مختلف آیا هم باز برای اصلاح ایراد گرفته حزب مردم این مسئله ولی خب شی مسئله ای نه تا حزب سیاسی پاشی ونه که تو حتما درو طرف روشن طرف دوست ببینید یا تو مثلا یک چیزی نه که تو مثلا یک کاری انجام بده ما مسئله تا نکر رای گیره هم نه مسئله شکل که ایده دی ما برگین و این ایده واسطه ما اصرار کنه که بلوچ فرهنگ هم هست عیسی پدینوات موسی پدینوات و ما تشین که آزادی اندیشه و بیان بیتن و مردم تو هم بیدین هم ببندن و این جامعه تو که باید قانون اساسی یا بنیادی قانونی هستن کانستیتوشن کارشی هستن آیه درستیانا در نظر بگیرید و انسانان آزادی تامین بکنید و بی سکولاریسم و مسئله مذهبی تبوده یه چیز دیما نروته و نوکی نسلان تو که مسلمان ما گپ هم شد که ما خب محدودیم ما مثلا خب تمام از مردم اعضا هستن هاینه که حتی قرار بازنشست و از سنی هم مجبورن کار بکنن چون مش بدرو خوب آواره مردم بودتگین دراندی بودتگین امکانات محدود بوده و وقتی کارا وقتی شغله هستن کاربار هستی کارا بلوچه وشن که بار یعنی دیگه برام مثلا هستن و بعد تلو کرا بدن وقتی زندگی بکنه واحد و این چه باز نیست ما بتونیم درو کاران جوابگو ببین ولی ما خوب کوشش کنیم تا جایی که امکانی هستی که مسئله حاکمیت ملی ها بلوچستان مردم وقتی مستر وقت رو بانده همین ایده یا بلوچستان جامعه توکاش یا شریسر فرمول باندی بکنه کم کم و ساده بکنین و شهری دیما برین و همه ما باشید تنها از مردم یک حزبی وظیفه نه بلکه ما امیدوارم که شما جوانان یا دیگه کسانی که سنش بالاترین کاستری شما بیاید مطالعه بکنید بیاید این موضوع سر شهری کتاب بنویسن شما احمد حکم گوشت مثلا وعده که بودین مثلا کتاب نوشتن یا 6 کتابی نوشته مثلا در کامان ولت مثلا چی مشترکین مثلا دولت شهرکنه واسطه یا مثلا حمید آباد حافظ یا روسوا یا یه دیگرا یا دیگرا بعد کتابش نوشته یا مثلا مونتنسکو چطور که تقسیم قدرت میته جامعه یا که مثلا اول آیه‌اش چه یارتن ایدانت که ما باید این چیزا رو شهری سرا فرو بندی بکنید شما تنها حزبانی نه یعنی شما که باید که مثلا بیاید تا شما مطالعه بکنه و تا فکر ببینید به عنوان فردی بنویسید شان باره مثلا حافظ دقیقاً در مقابل مثلا هر جماعت چیز نوشته مثلا بودوا مثلا دقیقاً در مقابل شیک مثلا حکومت مذهبی بیاین یا روسوا یا دیگر مثلا چیزان شهرتن تشدیم و جامعهان کدام رفتن دیما و من هدفم شک مشو جامعه کدام برو دیما سلامت ببخشید من پدر جوابان دراز کش دادم زنده سلامت و نه سوالان سکشتا تو مسعود جان اگر تگه بگه شو پده منوتی سوالان مطرح کنه که سلامت جی مهربانی ملک جان توتی جستانا اگر هستم بگوش منا اگر تن لاتی سنگت جست کتا رند تاوت گره جست کنم سنگتا اینو دین دیگی من نزانو یا آیا یهتن نکنه یا نه آیا من متوجه نبوگم یشی کسه یا
بله ما کوشش کنه که سنگتان بیاریم نه یا یهتن نکنه نزانم چطوره. مهربانی ملک جان بگشت مسعود من یلا آن که دست پرس کنم و دست جتم و بلکته و من یلا آی بجنه یا بری پدا آخ کنم واجه بلوش ترگاه بگوشی که ما سنگت لوتن ما بعدا 22 دقیقه هستیم که چوک واجه ناصر ما رو گوشته گرد و مسک باندن تو علنی تو مهربانی ماجم ملک جان بازم برات بوار نوکی یحتاج بر زورتا مچدره جولان که منو واشخت بشو و کسی که برزا یایگی که سوالی هستی و دست لکم آن یاریم برزا من گوڑا سوالان گوشون که پدا ای واجه پشمک پا واجه ناصر کروچی کشن دیر سوال دیم داتا گن یکی سوالش ہے که من چه واجه رحیم اوشی سوال کنگم بلوچستان متعلق به ایران یا چه که بلوچستان اشغال بیتا یہ سوال کنگی و رحیم کدام نیمه گینا کشه باشته آزادی ایران الوت اگین یا آزادی بلوچستان و پدا آخر دیکھتی که ممنونم مشاید گوشدارو کن دیگه واجه هم من سوال جنگار کرد سوالی شد که منی سوالش این که یه چند سال توقع از مردم دستاورد چی بیتگن این سوال پر وجه ناصر و هم وجه رحیم دوینان توانه جواب بدن قابل سوال که ما که جوستی بیتگن آی پس دو وجه رحیم سلامت باده شما اوکی بابا یه نکته بود اضافه بکنم سرم مسئله سکولاریز به اشاره کنک بود پیششی که سوال جواب بده ها و آیی ایشید که با تمام صدمات و مصیبتانی که حکومت جمهوری اسلامی ایران و حکومت افغانستان منطقه تهیارته و محلوک مردمان سریارته ولی یک دستاوردی هستی که باید با دید مثبت چارک ببینی و آیه ایشید که حاکمیت دین یا ایدئولوژی هر کس ببینی اولین نتیجه که دنت ایشی ویتی اصلی چهره پیش دارید و پیش دارد چطور در میان در دورانی که حکومتان حاکم بودگن دین گریزی سخت گیشتر بوده تا ایشی که مردمان واقعا گیشتر تمایل رو به دینداری بکنن ایشی برانگر این مسئله است که هر نوع عقیده و هر نوع حکومتی که به اصطلاح ایدئولوژی که قدرت سیاسی دست بگیرید با توجه به ایشی که به اصطلاح تمامیت خواهند چشین ایدئولوژی و چشین عقایدها طبیعی است که محلوکان تقسیم کنن به خودی و غیر خودی و آن دولتی که محلوکان تقسیم بکن به خودی و غیر خودی قطعا آن دولت نتواند دولت مردمی بیمیته و به جز تخریب جامعه هیچ نتیجه دیگری ندارد. ما چه بزرگ مفصل ورتون باشن که در پاسخ به همه جستی گوشک بود که شمار سکولاریزم هست و هست به عنوان یک اصلی و ایشین چطورکا شما لوتی به قول معروف ملکی تا مطرح بکنید دیم و بریشید تجربه خود انسانان حسن شیف متوجه بودن متوجه هم حتما هم بند و ایشی که تمام انسانان پا یک کم میچارک بند و جایی که بونن دولت بونن شهروند برابر حقوق بودن ایشی که هر کسی ایسا پدینی موسا پدینی جمله که من پیسرش که جواج ناسید ایشی که من ایش جواز کرده که من بگوشم که آیا بلوچستان اشغال بوده یا نبوده من فکر کنم این واجه یا این بانوک هر کس که هستید خیلی خوبه که اما مانیفستی که به اصطلاح نوشته بوده کاملا توضیح داده و شک بوده یک تاریخچه کاملا پکانی بلوچستان هستین که نه تنها که در به اصطلاح چیان بین المللی کتابخانه بین المللی هسته حتی ما کتابخانه‌های درون ایران و درون افغانستان و درون پاکستان هم هستند که چطور با لشکرکشی بلوچستانش در واقع قبضه کرد و اشغالش کردن و من قطعا زانم منصور این سوال چیه که اگر چنانچه شما معتقدی که بلوچستان اشغال بوده تا چه برای تن بگی به همزیستی مسالمت آمیز و سیستم فدرال یا کنفدرالشان که ایشی خب جای بحثی علنده نیشان توانن موضوعاتی بودن که با شما دیوان بله اینتونی اتفاقا خیلی خوبه این بحث هم ببن و به شرط ایشی که همه کسی که همچین جوست هم کن خیلی خوبه هم که اتفاقا یه بیت هم خبر بکن که آیی بود نظراتان بگوشیدشان و این آزادی که آیا آزادی برای ایران لوته آزادی برای بلوچستان لوته عزیز من شما هر کس هستی
تا زمانی که ایران آزاد نمیشه مطمئن که بلوچ هم آزاد بود نکند. کسانی که و افکاری که فکر کنند که بلوچ و کرد و ترک و عرب و ایشان بدون ایشی که کل ایران آزاد بی از این نوع حکومتانی که به اصلاح هستند ایشان توانند بود آزادی بگیرن، توان تایی به شکل یک استثنایی بیبی. اما مردم میتی سیستم و بقول باری کتی راه و رهبندان و تی نقشه بهانا بر اساس استثناء تنظیم نکنده. بنابراین من هم در واقع اول ناشه دارم باشه ما آزادی مردم بلوچ لوتا و مردم بلوچ هم آمدی توانند آزاد ببن و دارای دیگنیتی و شخصیت انسانی ببند که کل ایران آزاد ببین پچی که همه مردم فارس هم الان آزاد نه، همه مردم فارس هم الان متاسفانه درگیر و به عنوان اسیر و به عنوان قربانیان همین نوع سیستمانی هستن که در یک سرزمینی به نام ایران دارن حکومت کنن. من فکر کنم همین جوست سلامت واقع خیلی سالی توقع حزب آشی ناصر قرار مجاب بدم. منت واسه سلامت. ناصر جان تو پس بدیم. سلامت و مهربانی. باز واشین جوستیت. من خیلی گوشک بیتند که اگر پیدا آمده که خوب من پیشتر هم گشت که از مردم از ایده و فکری یک سری تاثیر هم در سطح وقت جامعه بلوچ بوده و همه دباوت ایده حزبانی توکا که حداقل حزبانی که چون ما بودتگند یعنی کردانی و ترکانی و عربانی ها حتی بازی نرانده کتی برنامه اساسنامهش نوشتگند که ما خبرش کتا که ما بر اساس حزب مردم بنیاد و برنامه اساسنامه نوشته و کاملا هم مسئلهش اینه که حزبان درستیانانی برنامه اساسنامه در دنیا کم بازی کما دکتر ماشینی گنده طاهری بی فرمانی بی حزب هم یک سری چارچوب باد بیت اما دک ماشما انسان چند مدت پگوش میبیتند هر چیزی که یک سیستم یا رهبانیت کارایی بعد یک چارچوب و یک جهلی برزی بیتید تو حزبان یک کد بل خوب یک سری خاصی چیزانی هستند که مثلا حزب مردم همی بوده حاکمیت ملی مسئله مطرح کنه بوده و اشی خوب بازی نما توضیح داده و قبول کنه بوده و همی حسابا نوشته یا کسی تاثیران حزب مردم همی بوده که سرتر هم گشت دومی تاثیر حزب مردم اشی بوده که حداقل بلوچستان سیاست حتی ایران ملتان سیاست ها درستی اعضای خارجه بودند و تی اندازه رابطهش بوده و جامعان مختلفی که دار بودند برای حزب مردم چه درستشون سیستماتیک تر جلو بردند دینی بردند چه بلوچستان شرقی هم بگوشه که فعال بودند پیشتر چه ماشما بودند یا دیگه حزب مثلا حزب دموکرات کردستان شان خوب حزبان جا افتاده بودند اروپا جایش یارتگند آیا بودی رابطه بودند و هم گشتره چون کمیونیتی مزنی کرد هستند اما داک باشه بلوچان تکشون دربی مزنی کمیونیتی بلوچ خب میشه بلوچان سیاسی نه کردن این خوب سیاسی ان تم سوئد مثلا 6 نفر نماینده مجلسش هستند و تقریبا درستی حزب سوئد دموکرات که حزب ناسیونالیستی ضد خارجیانه تا حزب به اصطلاح چپ و هم حزب اعضای کردش هستند شاید که سیاست هم دیگه پیسر بودن ولی سیستماتیک حزب مردم شیء سر دیام بوده و تو انتر رابطه جور بکنتن بدون شکل ما را پابلیکی بیتن یا لابی گروپی بیتن بدون که زار نه هم بیت و روابط بوده و خوب مثلا همین که تو ما مثلا به جایی که روند بری لازم هم نه کسی وقت بگیرید که ما باید مثلا پای بازی نیم میلی دیم حداقل پای گنده کیا مردم رو گندیدش و جایش کاریدند و زانتش و این چیزی بوده که از مردم تا و دیگران همه کارانی که از مردم کتگن سیستماتیک شری سر انجام دادن همه حسابا یاد کردن دیما و تمامی هم همه تعریف کنند که به هر حال از مردم این حسابا شری سر کار کتگ و شری سر اوت مسائل مطرح کتگن و آنی هم همه دابین و تا حقیقت هم تو نگی همه کاران دیما بردن و این تأثیری بوده از مردمه چون ما زانتم بچه مثلا شینه که ما بیایم بگوشیم بلوچ مردم نزانم ما وقتی حکومت بیتیم بلوچ مردم نزانم ما بلوچیم بلوچ مردمان تو که یک سری مشکل جور کنه بوده چه مشروطی به اصطلاح ما چیزانی که چو کادرانی که مشهور بودگان که دیما کوشنده تو تانیشان دیما برام آماده کن پیشتر توضیح داد و ران ترا پدای که ایران حکومت به اصطلاح مشروع بلوچانی گرفتگان تی و مرچ مشکلاتی که بلوچستان تو که هستن جوری کتگان شانی پدا همچون نهادینه کتگان برابری کتگان یعنی بنیادی شهری سر یر کتگان که بلوچ متون دیما بروده بلوچ ها پدا وقتی آزادی لوٹی تی وقتی شهری لوٹی تی وقتی حکومت لوٹی تی ماره شکی نیستن
گپ شد که ما نیلوتا که همین بلوچ مثلا نمایندگی گواچی در ملکا یک دابی بیتید که بلوچ حساب کتاب ورگ بیتین به دنیای بلوچ نام هم گرگ بیتین تو همین عبارم یارت دیما که بلوچ مسئله توادی که بلوچ مردمانی راضی کنگ مبانتین و بلوچستان تو کا شما هر کسی بیایتان بلوچستان تو کا اولی امپریالیست نه که نگاه ایران یاد که یا دیگه امپریالیست یاد که پیسر طرف هر کسی یاد که بلوچ قبول نکته بلوچ گواهی درگیر بوده تنش بوده باش ما نتونه بلوچستان ما بلوچان نتونه مثلا ظهور بگشتن باید من حقا قبول بکنه تا اندازی و ایشی که مثلا ما باشه ما بلوچستان کا شهر بنه ما وقتی در دنیا شهر بیتیم ما در دنیا به بلوچستان مزان چابار شهر دامین دیگه بلوچستان شهر بندری شهر شما با 10 میلیون جمعیتش بی 15 میلیون جمعیتش بیتین برچه انسان ما چه درو همودا ولی ایشان ودا کانت بلوچ صاحب بیانته نه ما بلوچانی صاحب بی ما هیچ مخالفتی و مهاجرت مردمانی که بلوچستان یعنی یا فارسی بیشتر سوئدی بیشتر آمریکایی بیشتر آفریقایی هر کشوری چه آفریقا بیتن شد بیت بلوچستان بله ودا بلوچی صاحب بیت نه پدیگ صاحب بیت ودا که مرچی ایرانی یاگت بلوچستان و حاکمیتی کنه گانت نه ادانت که ما مثلا این کارانیت که نظریانت که مردم هم بلوچ محلوک تو کدیما برتگن و هم درا و ایشی همین که هر کسی زانتند که مردم بلوچستان تنها حزبی بودند که تا سازمان ملل تا جهان دیگه به شکل فعال بوده یعنی یک اعتمادی بوده معمولا بعضی دولت ها هستند بعضی سازمانان بین المللی هستند و حزبان سیاسی کار نکنند گشته مثلا سازمان حقوق بشری یا فردا مثلا رابطه گرانتی چون نلوتا مثلا به یک شکل چون حزب سیاسی معمولا پر قدرت واسطه بوده دیگه و هیچ کسی نلوتی کسی مثلا به یک شکل قدرت طلبی یا کار کنگین حمایتی بکنته بلای از آنتک مثلا حزب مردم بلوچستان یه پروژه تو شریک سر دیم آوردند هم حقوق بشری و انسانی و بالا گپا بکنتند و همشی که سیاسی حق صاحبا و تو انتشانا چیزی که به انگلیسی بشن تو ابجکتیو ندانم تو فارسی یا بلوچی چی بیتید این هر چیز جدا جدا چاریده و یه حساب از مردم بودی کار شریک سر دیما برتگن و تحصیل هم همه بود که درستی کنه دیتا تو نه کار بین‌المللی بکنه و تو نه اینترنشنال کمیونیتی رابطه جور بکنه یا سیستماتیک بکنه از مردم یک کار کنه همین طریقه هم بوده که اعتمادی که بوده تا یو ان پی هم از مردم برای نگاه ما 2015 تقریبا پرزیدنسی یو ان پی هستند و این وقتی یک تأثیری هستند تا از مردم بلوچستان و تا روابطان بین المللی که هستند این چیزانی هست که از مردم دیما برتگند و کار کنند و من خیلی از مردم بغیر چه یک ملک تو که مسئله حاکمیت مسئله سکولاریسم مطرح کنه بود تا جایی که مردمانی کش بوده زانانتی سرپد ببندن همه دعوت احزاب سیاسی که بودند تا دیگر هم تأثیرش تا همین کلمه حاکمیت ملی و تقسیم قدرت برابر و زبان هر ملتی و تیبی بیتن و همه دعوت سطح بین المللی ها و یه چیزانی هست که از مردم انجام دادند و تاقت هم تونتی که مستقل عمل بکنند نه کارانی سک باز بودند که بگشه مثلا هر روز 1000 دان مقاله نویسی 1000 دان جنگ کنگین دا یا ودا یا مثلا هیچی نکنگین هیچ بر بله از مردم همیشه به صلاح کوشش کرده و تی کاران شریسه را کدام یک دیما آوردن و مستقل و ایشی که هیچ کسی همگرانش مبیته بلکه بوتوتی عمل بکنه و یه آدم گفته دلیل همشی بودد که و تا شخصی هم دیستش طور که ازمانی که وابسته بودن گروهن وابسته بودن تو کار بکنند تاریخی لحاظ هم زانه و هنوگاه هم تا زانه یعنی آواتی اصلی بنیاد ما لوت مستقل عمل بکنه و پمیر شو هم دنیا ما را اعتماد کن زانه که می تو کچین لگوشی نیستن که پایین واسطه ضرر بیته پمیر خاطر هم اسم مردم تو همزمان وریگا هم کار سیاسی بلوچ حقی برابر کن قدرت برابر کن بلوچیگا و همه دعوا بلوچ حق تا این سرنوشت مطرح بکنن سیف ترمینیشن و همه دعوا بلوچستان انسانی و بالانی حقانی ببرا هم دیم آوردن سلامت بین سلامت جان تی باز مهنت پر مسعود جان پہل که من تو کسی تو من نایال نقبل کنم که کسی بگش جی وعد میں شکامو که هفتهش دقیقه من تا دو سه جست منا هسته من از آن ملک فتوا هست جست احتمالا هسته ما تو نکته چهاری ما بدارو احتمالا من چون مردمی قرار میدرند بیایم مسیج من دیم دکو اگر دیرتر بیایم مسئله نیما با هم دیگه جای بره مثلا تقریبا چی شده دیگه من 40 دقیقه دیگه من تو رو بدارم سلام 40 دقیقه دیگه نه برای شهر من اگر جوسینه که مسعود جان و جوسان بکنتن و
وجه شهریار رو که من یه کومنت شما موبده که من یه کومنت گوند که شما دیگرون یاد دیکتی ما شهریار جان تو تی کومنت رو یاد دیکتی راجع من یک سوالی هست اگه اجازه شبیر جان بیل که من پیسر بود شهریار جان ران چایی که دوستان بان تو تی کومنت بده و چلی وجه وعده سناسر جان وش منتور سلامت باته من دیوان دانو محسودا میکروفون سلام که من کامنت مسعود و تیچیان کند یا اگر تو کامنت اگر سگ گوانده و بدیانی و نه گوانده واجه ناصر یا چیز طرح گوشم ما همیشه گوشگا ما گوشم که بلوچستان حق و بالا گو ما وتی سنگتیا گو شهرام و تغیی و نغیا ما بلوچستان بحقوت نکنم متوجه پدت ایک اپن تو که چیزی हम मच्छी متوجه भी था तो जाने के मैं तो साक दोस्त भाई वो साक मनी वास्ता काबिल एहतराम है मौशा का दुनिया तो का एक नफरीदार की जाए कि मसलन साक मना आई का पांच सरा कॉल मर्दाने के गप दोस्त बनते आ इंसान तवेश ये मरूची जमे तो का गोशा सियासी हिसाब किताबान तो का मैं दश्तियारिया हम न तो न बेख्याल बेबा या गप पे हस्ते चा वक्ती माशमा गोशे बलूच इंसान बाद आजाद बीबी बलूच इंसान दश्तियारी मर्दुम बलूच इंसान है जदगाली जुबान हजू के माशमा जाने हकी मजनी जुबान है आ मर्दुमे के मरूची सेंदा निश्तगा पाकिस्तान निश्तगा या हत्ता ओमान निश्तगा बलूचा आया बाजी नी चेशा जदगाल जुबान है अगर रोज रोजगार बलूचिस्तान वती कौल मर्दवान के वत मस्तरी वत वाहुंदी बलूच राज बरसी आहम लोटा वती मुल्का ब्याया वहच्चू के माशमा जाने दश्तियारी सक्के मजने बख्शे व आयतों का जदगाली जुबान मतलब शायद जदगाली अव्वली जुबान है बस बलूचिस्तान बलूच राजा हर चीज के हंसते आउदतोना अगर आया रोज रोजगार एगो के माँ मदरसे अरकने व जबान जदगाली बलूच दार्स बुआनी आ इंसाना आजाद व जबान जदगाली दार्स बुआना सलाम تو یه کامنتی بدیم و ما تا حزب مردم همیشه طرفدار همشین که جدگالی زبان بلوچستان یکی چه اصلی زبانان اینو باید این دارک بی هماده به براویت زنه ایشی طرح هیچ شکی نیستین تو امیدواری که روی چی جاور هنچو شهر بانتین میشه تمامیم جدگالانی که بلوچستان در کبتگن تیادگی بلوچانی که در کبتگن و تر ببن بلوچستان و همین دفتر دشتیاری نه تنها دشتیاری تمامی بلوچستان پایان جا هسته تا لازم نه درو بیان دشتیاری هر دلش کشی بروانته چاوارا روانته نو شهر رو کسیر کم در روانت شهر رو زابلا روانت شهر حالا زابل نام قدیمان دو ستاولا یا بینا بر روانت شهر درو بلوچستان هم یعنی امیدواریم که برگشت پدا بیتن یا کتابی بیتن که تی بنویسه که روگ جادگالان پدا برگشت جادگالان و شاد که سلامت به چیز درصد تو برنامه سازنامه از بیگام بچار و دا که زبانان نام نوشته گن و دا اگر ما جادگالی پیسرترا ور بوده اگر هنگام به یک شکل کلمه کافته اپا دیوران دا پدا وری کنه و 100% همه دا جادگالی زبان اما دا به ماتی زبانی که بلوچی میں ماتی زبانه سلامت به ولی ما در مقابل فارسان فعلا بلوچی هم مطرح کنیم به خاطرشی که بیشتر جا کافته و اگر نشه دلجم بود که ما هیچ بلوچ زبانی حتی فارسی هم ما فکر کنیم بلوچ زبانی چون بازینی بلوچستان هستن زبان ماتیش فارسی هست سلامت به مهربانی ناصر جان من تا جایی که من یادم من وانتگه اساسنامه از مردم زبان چدگالی و بلوچی و براهویشان و بلوچستان تو تدریس وقت و هست اساسنامه تو آجا برای اجازه بدین یه سوال یه دیگه کسانی که هنچوش که ما بلوچان درنده بودتگیم یه دیگه ملکان رفتگیم ایشانی زبان مجبور بودتگیم یاد بگیریم هر کس که یه بلوچستان تو باید بلوچی یاد بگیری تو یه زبان ها خبر بکن مهربانی من سنگتان پر من جوستیم داتا من یک لحظه شی فارسی پر من نوشته بله من کوشش کنم بلوچی بگوشم گوشی که دنیای تا یک راج یه تجربه و اکسپریانس به حاکمیت ملی بس ناسیونالیستی ملی نیروی بوده که آیا دیما برده یا که
دیگه فکر و قدرتی ها یه میچی بود شیه دیما بروک بوده حاکمیت ملی یعنی خلاصه همشه که نقش ناسیونالیستی ملی در حاکمیت ملی چیه بید. یک دیگه جستی هم هستن که سنگت کتک گوشی اگر بلوچستان حاکمیت ملی یا به دست بیاری جامعه جهانی و سازمان های بین المللی که هنو هستن هنوگی مرزانی که هستن ایشانی ماحول و دیدگاه چیه بیتن ایشانی لوٹ آیا ممکنه تغییر بکن نسبت به یه چیز یا چطور کابی یه ما در آیندهش به تحلیل چیز من همین دوی جستان کنون و یک دیگه جستی هستن که دیماتر بیته آیا منا به یک جستی هستی اگر این جستانی پسو درد نگوڑا واجه شبیه شما گفت مهربانی وجه سلامت بجه البته من واجه شهریار روشون برنامه از بگه هستین تو دا محنو چاره تا شهری اینترنت هم شید که هر زمان توی بچاری تنت استوان گله بره بوده اساسنامه بوده هستین جدگالی زبان براوی زبان هم هورند جو زبانان بلوچستان و خب اگه چیزی که جا کبتا جایی بری مردم شما کاملی انسان نه هیچ یک که شما حزب مردم هم حزب کامل 100% نه همیشه در حال یادگیری و تغییر رو برای بهتر بگین اگه جایی کمبودی هستین سنگتان حتما یادآوری بکنند که مردم کوشش کنند که آنک تا جایی که منافع ملی بلوچستان و آزادی مردم بلوچ زیر سال نبرندین تا آیا مردم ما باردین گپ هم شد که ما باشیم حاکمیت مردم حاکمیت ملی تنها ما کافی نیست ما پامش از مردم حاکمیت ملی حاکمیت مردم دوانم یک دیگر کرا دی ما بنید همین داوش لیبریشن و دموکراتایزیشن شان چیزانی که بحثانی که ما همه وادی که از بعد کتا که ما بنیاد هم مقاله هم هستین تا بلوچستان نوشته میده زودتر بتونیم منتشری بکنیم یه چهما گپا چهما وادی ما نظر بوده که ما تنها حاکمیت ملی نلوتین بلکه حاکمیت مردم هم لوتین و به همین خاطر هم ایشی تاکید که شما ودی که تو همه مبارزه کنه همه دو کتیریان کنه همه دو حکومت کنه همه دو حکومت جامعه وتی آگاه کنه همه دو تی موچیگا یا بسلا زندمان دیم بره راجی زندمان یک مردم هستن این همه حساب ماشی سرا کوشش کرده که مثلا بلوچستان هم مدام پیشتر ترویت ابتدایی برامگاش پرچی از مردم حاکمیت ملی مطرح کرده حاکمیت ملی تهران مقابله ایران مقابله که به شیک مثلا آیان وشان که میگیم بلوچستان مثلا ما را سرزمین مادری هستند که بلوچستان هیچ وابسته به سرزمین نه بلوچستان هیچ کسی وابسته نیست که بلکه بلوچستان یک جامعه مستقلی و ما خب دنیا هم جا باید بیاری مردم وقتی زمان باید بزانته هر کسی وقتی زمان چوک بیته هر کسی با دنیای سیاست بزانته تی دولتان ملی یعنی هر بودند کم یعنی زیر سال رو بگن دیمتر دیگه دایی بیتن ولی هنی ما خب دنیایی هستیم دنیا وقتی پر هر یک کشور وقتی پروسه هستیم پاکستان ایران و افغانستان ها ما نشان احترام ملی سازمان ملل اگه چون بر اساس حقوقی که مرا بین المللی مطرح ما تو حقوقتونه مطرح بکنه حالا شی به هر شکلی بدیم برای همایی است دنیا سرارات دیگه داوی بود کت نکنه و میش کنیم ما خب ما باید که ایران تونه و کرد و ترک و عرب و بلوچ و دیگه ملتانی که هستند نیروان فکری شهری هستند تو سازمان چپ هستند که لحظه گمگورند هم بسته یا حق تعیین سرنوشت هم قبول کنند همکاری بکنید تا جایی که برسیم و بلوچستان عقاب بگیرید و به این خاطر ما مثلا گوشیم که خب این دوانم یک شهری مثلا تناسبی یک شهری درجه یک شهری اندازی حاکمیت ملی و حاکمیت مردم دیگ بیتین و هر دوم کرپکر یک دیگه برواندین که اگر نه مردم گرا مشکل کپیتید مثلا یک جامعه بیتید بعد به دیکتاتوری روتید خب هر جامعه ما که واشته حبس گذاشته باید یک قدرت مطلقی تا یک اندازی بیتین ولی قدرت مطلق یه دفعه بیتین که مثلا خارج مردم ها بیتین خامنه ای بیتین یا مثلا گیلگمش بیتین تا داستانی که 4000 سال پیش نویسته بوده
بلکه یک قدرت مطلق مردم بیتند. من و تو یه دیگه هر کسی که بیتند حالا ماشما انسان هر یک که تو میری تو زندگی به ماشما هر نسلی که رندی هم که ایتند شیه باید بزانتند آیی فقط مردمانی تصدی امور رو بیتند، مردمانی کاران گیش و گیوار بکنتند، نه مثلا بگوشی که من چون مردمان رای داده دیگه من تا آخر من باید بگم یه مبیتند و اداره مثلا ما نرتید که حاکمیت مردم ها تا حاکمیت ملی ها سکی مزنی نقشی هستند و بیشیا هیچ کاری بود نکند، شهرین کاری بود نکند، کار بیتند ولی کار پدا خرابی روتند. اگر مردم بلوچ وقتی حاکمیت بگیرید دنیا رسمیتی زانتند تشی دنیا تو که نمونه مختلفی هستند. تایوان که وقتی تا یو ان پی هم ورنت یا که چه بنیانگذاران مثلا یو ان پی هم هستند پیشرفت سازمان ملل نمایندگی بود تا چین چون مدنی ملکی چه سازمان ملل آیش در کو تو چینش یارد و تاگت هم دنیا پر رسمیت نزانتند. ولی خب من برید تایوانی هم شوخی کردم شما مردم که بری کوربانتن گوشن که دیگه گوشش یا دیگه فکرش یا دیگه جوابش بهتر بیتش مارا که دنیا پر رسمیت دادنته بل پدا هم بهترن چه دیگه یعنی یک تایوانی سه فرانسه زران یک جاب کنه یک تایوانی هستن. فرانسه جمعیت 60 میلیونه، تایوان جمعیت 20 میلیونه، درآمد سرانش یک یعنی هر تایوانی سه برابر یک فرانسوی زر هستند. حالا فرانسه مثلا سیری ملکی هم هستند دنیای تو کده قدرتمندی ملکی هم هستند. ولی خب دیگه سنسی خوبن. این مهم نه ما را حاکمیت ملی بیتند دنیا ما رو به رسمیت مزانت پدا هم پماشا بهتره که دنیا به رسمیت مزانت هم شهر نه. تایوانات به واشنگتن هم وقت رابطه کن مثلا 160 سالش کنش دعوت کرد من رابطه کردم بودا یک مثلا جایی که تایوان امبسی پیسرا امبسی بود یه نگاه مثلا دفتر روابط نیابت آمریکا که نتوت رسما امبسی بیتی بودا سفارتی بی مزنی علاقه هم تا واشنگتن دی سی یا که گرانترین جهان هم باگی هستند هم کوی جنبی هستند و ساکی مزنی منطقه به صورت دستینش اشید که این مهم نیست مهم شد که مشور باید حاکمیت بیته دنیا مشور به رسمیت زانت البته بلوچستان شرایط فرق کردن اشید درو هم گوشن که بلوچستان مردم هم هر وادی اگر تا یه اندازه بیاین که حاکمیت بگیرن من مطمئنم بخشی دنیا بلوچستان قبول کن به خاطر ژئوپلیتیک بلوچستان شرایط سوق جیشی بلوچستان یه چیزی که هستین تو دا شیند که بلوچستان یک ارزش مخصوصی هستند حداقل تا یه تاریخ آینده نزدیکی که هستند ادانند که بلوچ یه میسه هستند ماشا بلوچ و تا سازماندهی بکنیم و تا پشهری سرا و تو نه مثلا وقتی حق حقوقا برابری سرا بگیریم سلامت بید موتی برای خبرات چند هم کوتا کنم بفرما حاج مسعود ملک. مهربانی واجه ناصر یک دیگه جستی هستین چه احتمالا چه واجه رحیم که پیروی همه واجه رحیم یا برانتا دیگه مردم جست کتا که شما گوشید که چه ایران آزاد مبی بلوچستان ها آزاد نبی بله جستشی که شما که اصلا آزادی خبر نکنید بودا چطور باند روچ چه گجر آزادی گیرید وحدی که شما دنی سازمانانی که را آزادی خبر کتگ و یه برنامه دیما برتگ نه ملک توی که و تی مردمانی توی که یعنی گپیشه که شما وقتی سازمانانی که را یه جانی که روی گنده شانی و دا آزادی گپ کنی بله مردمانی باره گپ کت نکنی و اگر ایران تا آزاد مبی هم یه بلوچستان چطور شما آزاد کنی تو یه مثلا مهربانی اگر واجه ناصر اگر واجه رحیم چه شما منی حالا یه جست والله میره اگر چنانچه این باوری که من هستم مسیحی کنم که برای ماشمی تمام شانی که الان نزدیک یک قرنی که شیر یکی به قول معروف ساتور در این زندگی کنی تا زمانی که ساتور پروشک مبی چه درستانی سرا دور کنک مبی هیچ کس آزاد نمیشی می باوره و اگر چنانچه مرزون کنم پیسرا گوشت اگر چنانچه یک شرایط استثنایی پیش بیه به همه کسانی که الان به قولوتش مسئله آزادی گپ دیگه آزادی ما گپ کنی مورد قبول این جست کنوک نه
در نتیجه اگر چنانچه یک خوششانس به ما و همین آزادی گفته که همین همراهان همین سنگتان کنانچی این آزادی به دست بیاد در صورت ما همان صاحب چهره بوده و زندگی ساساری اندمی ساساری حد است. این جواب همیشه مهربانی ما تونش کوتاه جوابی بدم یه برا جی ها بچاره آزادی گپ حزب مردم اساسا هم با ما شخصا هم به عنوان حزب مردمی ایشی سک مهمه. آزادی مهمترین چیز انسانه و ما پامش همشی سر تاکید کنه حاکمیت ملی و حاکمیت مردم وقتی که حزب مردم اشان مطرح کتگن تا بازین ما را ایراد گرفته همانی که مثلا پیسر تراما ما وطن بودتا که یک مدتی همین تفکران دموکراسی په ایران و خودمختاری په بلوچستان شاهرانی که بودتگن تا گشتر عذاب کرد و بلوچ و یا اگه دیگه حزب دیگه ملتان تو کام جور بودتد ماشی کاملا دور کد ما اساسا چی بی‌معنی گپی آزادی یک مسئله مهمیه و چه خودمختاری هم مهمترین چه دموکراسی هم مهمترین چون تا وقتی که آزاد میشه تو نتونه هیچ یکی انجام بده ما 100% وقتی که تو مسئله حاکمیت ملی لوته یعنی تو آزادی مردم لوتش قوتش انتخاب بکنند و مردم بلوچ هم همه پیامده یگند که شما تعیین کننده نه کسی دیگه ایشی که سیستم اجتماعی جامعه بلوچستان چی بیتین تا جامعه ژئوپلیتیکی قرار بگیریتین ایشی پیدا یک سوالی است که ما دکتر گشت هم وقت جامعه بلوچستان تو که یک مسئله مطرحی هستند که چطور کاش بتون توات حل بکن و هم جامعه جهانی هستید تو با توجه به دوانان چاره گاوی دوانان چهار و بیچار کنگا بلوچستان استمان گلا یاد که یک سیاست یاد کتا منطقی و پراگماتیک بتوت عملگرا بیتند که سیاستی می بیتند که فقط فنیت سرا بیتند بلکه یک سیاستی بیتند که نتیجه هم بداتی که نتیجه چی بیتین پروسه که تو در رسه چی چطور کاوی بیتین اشانی سر حزب مردم و تی سیاست تعیین بوده و یه دعوایت که حزب مردم هیچ با آزادی بلوچستان یا آزادی مردم بلوچستان مخالف نین بلکه شرایط گندگین و بر اساس شرایط کار کنگین و همه اتحاد و ائتلافانی که حزب مردم هم بنیانگذارش بوده هم ور بوده و هنگاه هم هر یک ائتلاف جوړ کړه گشتیان او تیز مردم تماس کرانته ولوتا مثلا چا ایرانی یعنی که وتا ساده ساده ایرانی بزاناتے چا دیگه ملتانی بنتے چانے کے استقلال لوٹاتے چانے کے فدرال لوٹاتے که حزب مردم به هر حال وتی جایگاه هستید همه دلیلا که یک سیاست منطقی هستید تضادی و آزادی مردمان نیستید و ما همیشه تاکید کنیم که ما آزادی و فدا مصلحت نکنیم چه مصلحت تمامیت ارضی بیتین چه مصلحت چی بیتید بلوچستان آزاد بیتین بله نه مثلا مردم بلوچ آزادی مبیتین یا مثلا جنین آزادی ما مثلا فدای مصلحت نورمان و شکلانی که مثلا فلان مردم ایرادگران این چیزا هم نکنه بلکه آزادی والاترین و بالاترین خواست انسانی فردی هر کسی هست خارج جنسیتی یا بوقیتی یا کجا ملت یا کجا جمعیت تعلقی هست. سلامت بید. منتوار یک دیگه سنگتی هم جستی پوندیم داتا منی حالا همی گپی که مکمل و گوشت که چوش که ما درنده بودگیم ایشانی یه ملکانی زبانان یاد گیبته گویه مثلا یک سنگتی جز کتا که شما 10 میلیونی همین مهاجرتی که قرار چه بار ببیتن 5 تا 10 میلیون ایشی ها گپ کد و ایشی اگه بتونی گشتر توضیح بده یه شفاف بگوشی شفاف تر شرطره مهربانی شی من البته شری سر ممکنه سوال سرپد نبودتون ولی شی که رژیم لوتنگ بلوچستان جمعیت بدل بکنتین شی یه چیزی که ما تا از مردم سالیان سالشی سر کار کنگین که شاه زمان اگه شی بوده هیومن رایت واچ شی بارا نوشته و این سندانی که هیومن رایت واچ بودتگن شما هر جا برین پیشش داری هر بعد ورنگون که مثلا ایران حکومت منطقه سیستان سرحد و هر نگاه چون شما گوش چاوار نیمگا دیگه شهران بلوچستان اگه چون پهرین یا سراوان یه کاران دیما برگین شما هر جا برتگن و هر نگاه ما طریق مثلا یون پی هم یه بحثا مطرح کردیم مسئله رسورس و یه مسئله تغییر جمعیتی آنشان هم مطرح کنگین که اشتراکای دولتان نیو کانالیزمی و تکچانه یاگین
شما ما تمام گینا مطرح کنین احمد موش بار هیچ ایرادی نیستیم 5 میلیون 10 میلیون بیتین تا چابهارا یا بروند دیگه بلوچستان شهریه هر جای دنیا ببندین ولی سیستماتیک دموگرافیک چینج یا جمعیت بدل کنه محلوک بدل کنه و شیعه ما 100% مخالفت کنگین و شیعه هر جا هم گوشنگی چوشی یک نیو استعمار یا نیو کانونالیزم سیاستی که ایرانی دیه ما برگین و ایده دولت ایران یک دولت امپریالیستی اشیا ما 100% بشگاهین و اشیا ما مطرحی کنگید و ما بطور که مثلا اول ایشی مطرح کتگه ترکانه سال 2000 فکر کنم چون تقریبا 4-5 سال پیش من دیگه یاد نیست ما مثلا سازمان ملل آبادی خبر کردی جلسه هم یونایتد رایت گروپ هشتگد که منشان دعوت کتایت که راجع بلوچستان خبر بکنند و ایشان خدمات آمریکا هم مطرح کردن توید هم مطرح کردن من چون تو زانه که جامعه ترکا بری بری هستن دیگه ماش بگیردن که مثلا طوفان که تی چوتی پر کداوا ماشو بلوچانش کشن فارسی کشنتش گردبادی ها یه چیزا نکانته که اپاری دور چیزا گار کنن لوگی و مردمی هر چیزا چیز کنن برای چگل دیاته ما گوشت ایران حکومت تقریبا همه کارا کنه که ما بلوچان یک جای شرایط میں وضعیت اقتصادی معاشی و زندگی گذرانی همچو خراب کتا که ما باید بلوچستان با ویل بکنیم برای این مثلا اسلوی نظامشی نام نسبت پر تاریتین برای همودا کار بکنه یا برای خلیج کار بکنه یا سیاسی لازم را کشیدن و چه بعد وقتی پر ما یاد کتا یک جای دیگه لوٹیتے که گوشی کمی بلوچستان یک چابهاری که زاهدان یک مسترین گشترین بسیار مردمانی هستندش که شهر کرگور از زندگی کنندش که وقتش گوشنت حاشیه نشین هستندش همه جمعیت ها نتون کار بداتین همه جمعیت واسطه همه معلوک واسطه هیچی نیستین تدلوش دیگه جای ایران شهرین شهر هات کنگین شهرین مکان هات کنگین که آیان بیاریتید ما واشتگند که شان چو اما تیپ که دعوای ویتن بلوچستان یک جاگا ببارتن گار بکنتین و ما 100% چی مخالفیم و ما دنیا همه فکر کنید که باید دنیا بیدی ما و یه خبر هم کتن با دنیای واسطه که ما بلوچان بودا چون اجدهای دیم داشته دنیای واسطه دنیایی که زندگی چون که دیکتاتوریانی مثل ایران چین دیکتاتوریان چین دابین یا آگان تی دنیا لوٹن بوارن تی دنیا لوٹن خراب بکنن بیر نصب بکنن تین و ما بلوچان شن دپاین ما گوشان جنگاین ما گوشان دیما وشتاتگین و دنیا وظیفه است که شما بلوچان حمایت بکن چون ما آن دشمنان اصلی دیما آنی کو دنیا دموکراتیک زانانته آنی کو اینترنشنال کمیونیتی زانانته آنی که لوٹن که دنیا تو کا ثبات بیت استابیلیتی بیت آبادن بیاین دیما و بلوچ معلوکا کمک بکنن پرچه ما سیلترین اگریسیو ترین فورسز که هستند یکی ایران حکومت ولایت فقیه و یکی مرچی چین مثلا دومینیشن که منطقه جور بگین که دونه دسته بگیریتن چون دیما وشتاتگی و یه چیزانی که مش هرجا برای مطرح کنگین و یه کاری که مسلما تنها حزب که سیستماتیک انجام دیگین و دین برگین حزب مردم بلوچستان و شمایت به فراموش نکنه ولی خب ایشان چیزانی نیست که مردم هر روز گزارشش بدات یک مرد بوده یه خبرم کت یا خبرم کت یه کارانی است که مردم به هر حال انجامش دیگین و یه کار حزبی همه داره مثلا تو حزبان که تلویزیون نیست معمولا روزنامه‌ان درونیش هستیم بود تو خبر کنم خود هر کاری کنیم سنگتان گزارش دین که خب بله خب دیگه دو چیز ذرا گزارش دیگه نمی‌تونن بل چیزانی که مردم رفتن مقالانی خبرانی که بودن یه رو حزب سایت های هستن بل متاسفانه بری انگلیسی هم همین چه امکانات هم نیستن به بلوچی ترجمه بکنی یا یکی برو به فارسی ترجمهش بکنن سلامت بش ببخش منی پدر مهربانی تی ملک جان ترا جستی چیزی هستی یا گپی وجه بلوچ سلامت من جوسی نیستم دو وار جامشید یا تا بورزا بر دست لاگه ور شو پتا چرا من دست بندی کنم و جامشید میره یه تا بورزا من دعوت نامه دیم داد ور بیا پتا بورزا شکر مهربانی وجه بلوچ من یک جستی سنگتی دیم داد گوشگین که سازمان مللی منشور وشرتا نوشته در رابطه با حق تعیین سرنوشت حزب مردم یا بلوچستان مردم چی باید بکنند چه چیزی لازمه که سازمان ملل آیانی این حق به رسمیت تجا بیارید پدالاتی دیگه جستم هستن که دیم ترک کنونش سلامت
کلاب هاوس مشکل هم شد که که مردم که ایتی روی پدا مشکله برحال دیشی که یه حق تعیین سرنوشت سازمان ملله که هستین تشی ساکی مهمه چیزیه بل خب شیبی قدرت سیاسی انجام دیگ ندیدن بل یه چیزی نیست که مثلا ایران تعریفی کنند ایالات چه ایرانیان دیگه گوشانتین که نه یه حق تعیین سرنوشت اهمیتی نیستین یه حق تعیین سرنوشت زمان پر کلونیالیسم تیما بوده تیما مثلا روس و چیک رو انگلیس و فرانسه و استعمار بوده دنیا نه هم چیزی نه ایشی چیز دائمی حق تعیین سرنوشت وشی سازمان ملل مکانیزم درستیانا یرکنک بوده مثلا ته چیزی گوشانتید که چی گوشانتید فکر کنم ویانا دکلریشن گوشانتید یا اوتریش دکلریشن گوشانتید آیی تو که همیشی هستند و مردم ها حق هستند و دولت ها هم باید این دولت ها موظف کنند مثلا دولت ایران موظفند که بلوچستان جامعه ها یک حکومت خود مختاری چون بلوچانی که ملتانی که حتی دولتش نیستن و تیم اما دولتانی که آن بهرا کپته گند هم هر دلیلی آن بهرا کپته گند اشغال بوده گند یا خط کشی بوده طرف یا استعمارگران پیسریه نه هنگاه استعمار دیگه ملکی بودن باید آن حکومت جور بکنند و شرایط جور بکنند که بتونه حق تعیین سرنوشت عرض بکنند و این مکانیزم سازمان ملل هستید و بلوچستان کیس هم یک کیس مهمیه من خلال شانسی هم باز هستند که بتونید تیشان فشار بیارید ضرورتش نیست تی استقلال بدهند ولی اگر مردم بتون شا سیستماتیک تیم آوردند امکاناتی بیبیتن یک کارات تون دیم آوردند و ایشی سر مواد هم کار کنگی باز تا یون پی و پی سر خوب شما گشتر کار نکود ولی هنوز تماتیک شون سر کار کنگی و مثلا آکسفورد یونیورسیتی ها و پرینستون یونیورسیتی ها در رابطه با مسئله حق تعیین سرنوشت و یه چیزی نیست که مثلا بعد لحظه گوشند نه یا مثلا مکانیزم اجرایی نیست انتی با شکل چون یکی ببینید بگوشی که من مثلا یه امنیت تیگه برقرار کنم یا تی حقوق تر دیم مگر اینکه کشوریا یک منافعی بیتن ولی الله بین‌المللی تونیش مطرح بکنه حق تعیین سرنوشت یک بحری سازمان ملل یک پرینسیپی که بازین داکومنتی سازمان ملل که یاتا و بازین تعریفی هستند و یک مقاله که سازمان ملل وبسایت هم هستن به عنوان پی دی اف سلف ترمینیشن و مینوریتی مثلا اسپیشال رپورتر مینوریتی رایت سازمان ملل نوشته اگر آیه هم مردم بوانیتن بچاریتن آیه همشی سر تاکید کردن که حق تعیین سرنوشت یک حق جدایی ناپذیرین و باید ملت ها بیتن حق تعیین سرنوشت پدا تعریفان متفاوتی هستند که اگر مردم پدا جزئیاتی بروتند که چی هستند چه بحرانی هستند اقتصادی اجتماعی محیط زیستی و یا دیگه مسائلی که توده هستند شاید تمام گینا توده کایند و این مسائلانی هستند که نه حق تعیین سرنوشت یک کانسپت مهم سازمان ملل متحد ولی متاسفانه هر چیزی که هستند باید مشوره توانمندی زورگشی بیتن فعلا تاگت نیستیم و توانت سازمان ملل وکیل هم هستند اندپندنت لایرزش کشانتن اگه یک زر ببیتن چون چه لایرزان بگیریتن لایرزان کسایی که وقتش سازمان ملل کار کته یا سفیر بودن قبلی ولی خب بازین زر لوتانتن و یک سالی گپنه تو ممکنه 7 سال طول بکشی یا 10 سال طول بکشی بازین کشوری چه پروسه استفاده بوده از تیمور بوده ساوت سودان بوده ولی خب این لاتی مثلا فایننس کتگن اگه ما شما بلوچام هم چه امکاناتی بیتیم ما تونیش فایننس بکنیم اگر دیگه تاثیر نلیته تاثیرشی بیته که دولتان ایران یا دیگه دولتانی که بلوچستان بوده بحریش بوده بلوچستان نماگه گشتر توجه کنندن و یک کم واسه کیس بین‌المللی په بلوچستان چور بیتن اشان امکان هم هستن تا حق تعیین سرنوشت حالا مثلا دیگه سپی مشما در رابطه انگشتر گپ جنی سلامت به و داکومنت آمد به مگرای در نامانش کرو جی مهربانی وجه ناصر یک سنگتی جز کتره که حزب مردم اساسنامه تا یه حزب استقلالی توم به استقلال بلوچستان چه ایران یا چه؟ من خیلی من دارم اگر متاسفانه امکان نبوده که بلوچی ترجمه بیتی یا په انگلیسی ها امیدواریم دیم طرح ترجمه بیتن ولی خب ما بلوچستان مردم حاکمیت ملی رو ما چیزی مواشت آزادی و تی اوبال آباد میگی شنیدین ما سک مهمه که کلمه اوبال آباد میگی شنیدین و تو بیتین چون که فارسی تو بشه حق تعیین سرنوشت خود آخرا که تی اساسا بی معنی بیتین ما بس انگلیسی سلف ترمینیشن و بلوچی وقت گیشینه سک باز معنی دادن و تی اوبال آباد میگی شنیدین چی سک مهمه و این بحریت که ما داک مواشت یک حزبی کارشین که مردمان قدرتمند بکنید و ما یک حزب ایده‌ای هم هستید یک حزبی که مثلا این مسئله سک مهم زانه
که مردمان یه جونزک وقتش بیت انتخاب بکنن حزب مردم همشی که حاکمیت ملی مردم بلوچستان رو لوٹیدن و مردم بلوچ اگر لوٹش تا یک پروسه که قرار گرفته که هنگام من نظر همشین که ما مثلا وقتی دیگه ملتان همکاری کنگیم کردان ترکان بلوچان و الهی تعذابی که تا بسلا وابسته پیش ملت ندانه گشته بود ایدئولوژی احمد یعنی چپ هم لفتی گروپ و تا همکاری کنگیم که بلوچستان حقوق مردم بدون کم آدیم آورد ما در پوش سیاست یک چیزی نیست که تو درست این چیزا یک جا لوٹید بر اساس نیت تنها کار نکنه سیاست ها تو بلکه به چیزی که لوٹیگی نتیجه این اوتکامی چی بیتن تو چی دستا رسیدی پدا یه دونن واسه پروسه‌ای هستن این پروسه تیچ طور کار بیتن اما تو کامپیوتر چیزی نویسه یک چیزی مثلا پروسی کنته اینپوت و اوتپوتی هستن په انگلیسی وشانتی یک چیزی یه کنه پدا یک چیزی دیگه چانه میگه درگی جب باسی کا چیز چی بیتن بل تو یہ فکر کی چیز تو پیسر زانه و چیز با چی بیته بود تو ادا یه چیزا یه کنه و ادا بالا پروسه ای هستن دیگه تو کامپیوتر جننده که مثلا شی حل کنته سیاست هم تقریبا همه دادن دیگه تا بس برای سیاست تعیین کنه یک پروسه است که نتیجه است نتیجه من نظر همشی بیت بلوچ مردم وقت تصمیم بگیرن هر نگاه محمد که پسرتران ما هی برکت که ما به هر حال نگاه از مردم وقتی حاکمیت ملی پایه اساسی برنامه یک منشور فدرالی هم هست تا کنگره هم وقت کو دیگه ملت همکاری کنه چون ما تا ایران بررسی که ما کتک مثلا به شرایط ایران تا پاکستان اگر کم باز فرق کن تا تا عراق اگه حالا مثلا کردان تا عراق خود مختاری هستید یا اقلیم کردستانش هستن شیء ضرر به کردانی فایده هستن اما دا که تایوان هم کشورم به رسمیت نزانته ولی خوب وقتی تایوان واسطه ضرری نیست تازه ما چیکار بهتره هم اگه چند میکورند ولی خوب دیگه جاگای گشت بهتر کار کنند تو وضعیت عارف تایوانی چه فرانسوی وضعی هم بهترین حالا نه مثلا دیگه ایران رو حساب بکنه دیگه جاگای کسی به رسمیت هم نزانته این مهم نه مهم همشین که پروسه تو که هم باید کار انجام بده و بلوچ وقتی حقا برسیدن بلوچ وقتی گیشینیتن و از مردم آباد موشت هم تو داخل هم مثلا تو مطرح بکنته و هم تو خارج کشور تو نگه مثلا مطرح بکنه و یه کاری که حداقل مشیتونو بگشون که از مردم هر گروه دیگه تشکیلات دیگری که هستن سیستماتیک تر انجام داده و حتما همه میدونیم برای سلامت به و امیدوارم که شما درو هم گور به هم هر طریقه که امکانی هست که کارانا همکاری بکنید سلامت به زنده باد ناصر جان من یلا مسعود جان تو چی هستیم دوباره جوستی چی که من باید 5-6 دقیقه مونده جی نه من جوست نیستم و واجه جمشید یا تا بورزا و من واجه جمشید نوبت نیم نوبت واجه جمشید دیم واجه جمشید 2 دقیقه وقتی هم جوستا کنتن و یا وقتی گپی هستیم گوشیدی و 4 دقیقه دیگه ناصر جان چون که 6 دقیقه مونده و گروه من شما باید نزیرم مایکا نردکن پا واجه سلام و درود سنگتان و بوهار و عزیزان والا نه نظر من جوسی نیست من چطور نام من حقیقتا راننده کنه تو اول چون دیست ناصر جان گپای مجبور تو بیام کلاب هاوس گوش میکنم برای مردم گورن گرام جهلا که نتونن دیگه کاریان بل صدای به هشکان صدای کم کنم به یه دلیله ولی گشتر گپان ناصر جان و جوستان و گوش کو خیلی جوابان جالب و نظراتان حزبش مطرح کو و فعالیتان حزب برای بلوچان خارج و آیان در داخلن که در تماس بالاخره مشخصن جوستان هم واضح امیدیم که همچون ناصر جان و درستی هم برایتان بلوچان و احزاب یک هستن در خارج داخل به هر چیز که باورش ها از نظر ما از خود مختاری و خودگردانی و تا استقلال و تا حاکمیت ملی درو باید دست به دست هم بدن یک دیر کمک بکنند و آن چیزی که مطلوب و لاحق حقوق ملی مردم بلوچه شیعه به دست بگیرند و رو زحمت بکشند من دیگه عرضی نیستم نندون گوش دارم خیلی ممنون از توضیحات هم مهندس بندی و هم ناصر جان و یه دیگه دوستان باز جوانتن سلامت به ندرم مرسی شبیر ولیلا وقت بده تا شبیر واجه مسعود مارا یک کامنتی وقت بده سلامت فاته جی من شاید 4 دقیقه منطق ما پدا چه سنگتان باز منتوارم که دیوانا نشتند واجه ناصر که وعدمان نیم ساعت اگر گشته رنگید اگر واجه شبیر ترا گپی هستین یا 1 دقیقه
باز مهربانی منتوارم. حاکمیت مردم به هر حال هر قدرت سیاسی و یا احزابی که حاکمیت مردم را گپ زنه، در اصل من یک تضاد گندم شمای استراتژی هم. من مخالفی دیپلماسی حزب مردم ایران نیستم، به هر حال دیپلماسی بی لوتی، ولی اگر حاکمیت ملی قرار ملت بلوچ تصمیم بگیره چی بی، او را اگر ملت بلوچ تصمیم گرفت که مثلا جمهور طالبانی سیاست ما بره بلوچستان توکا، او را شمای نظر چیه؟ حاکمیت مردم شمای نظر ها و یا چی کنه؟ یعنی یکی بیشی که شمای ای سیاستی که استراتژی هست شما را که دورا پارلمانان توکا بگیوشین که بلوچستان آزاد ببی، دورا ای حاکمیت مردم نیست. در اصل مسئله را برزا چی حل کنه گئی ایشی تضاد دا یک روچی بلندین گپ بزنیم. باز مهربانی وجه شهریار وجه مسا کوتا گپ کنم. وجه ناصر عزیز انچو که ما شما زانه حق حاکمیت و حق کول مردمانی کا تعیین سرنوشت ہر راجی حق کے بلوچ ہم یک راج ہے و آئی حق کی وچی قاعدہ مستثنا نہیں. مروچی بلوچا تو چتو گندے یعنی تو بلوچ راجا چتو گندے کہ کول مردمانی کا دنیا ملتاں بمن نینی میں آزادی نا کہ یک راج ہستے سرزمین سرا نامی بلوچی و بلوچستان واہند وطمستر بلوٹی بی کہ وطمستر بیتا و بہرحال یا فعل انفعالات اس شکل گفتا وطمستری چی دستا شتا ای چھتو شرائطاں شما گندتا یعنی واقعا نشانی واسطہ مردم پلان ہستے ای حزباں کہ ای مردمہ بمان نینا چو مبی کہ میں سنگتیا گو مگو وجہ یا سویدی سنگتیا مگو بیا کہ میں مول کرونا گفتا میں مردم پاک میرا گا اسی تو پرچیا لیمپ آرسو کول مردمانی گا لیمپ پوش کے مگو بیا کہ من مردم ہوتا میرا گا بلوچ راج ہوتا میرا گے مگو کہ تو چی کمک کت کنے منی مردمہ تو نے اکاری منی مردم واسطہ بکنے کچھ مطلب سائے روچا رانترہ حالی دیا سائے روچ واسط من گوشی کے شہریار تو ہر وقت گوشے بلوچ و بلوچستان بلے تو زانے کے بلوچستان ایران نقشے تو کے اگر ہر کمک کی بھی اس طریقے ایران بھی گوڑا ماں یہ جواب دا مگو اگر تو قراریں کہ کمک کا دین بدے پر تہرانا گوڑا یک کپسول بلوچستانا نرسی انی منی جوست چی طرح واجہ ناصر اشی کہ بلوچ چوکا بلوچ راجا دھنچ بلوچستانا چطو اترا پیش داشتا چطو دنیا بلوچی ثابت بکا کہ من یک راجیا من فعل و انفعالات سیاسیہ خاورمیانے تلکا دنیا تلکا من تونا بازی بکنا اشیا ماشون چطو بازی کنی من وجه ناصر شوی دیوانی بعد ہاں دیگه من کوشش کرتا که در صورت سیتن شزویت جواب بدم که برام تیتی کارا برسوم سلامت به تضاد مردم و ایشی که همیشه هستند مردمانی حاکمیت همیشه یه مشکل هستند که چیزی که مردم انتخاب کنند منو یه طرح دوست مبیتند بل ما نظر همشند که مردم حاکمیت به این معنی نیست که اکثریت بتونه بگوشی مثلا طالبان حکومت به یا کمونیستی حکومت میکنم شما اولا گوشت ما یه چیز مخالفه ما بعد که حاکمیت مردم حبره کنه به این معنی نیست که مثلا چون بلوچستان مردمان رای داد که بیشتریان رای داد ایران مردم مثلا 90% رای داد جمهوری اسلامی بی خمینی زمانه قال راست بگی من نزانم بل به هر حال لازم ایران اوشنته که 90% رای داد بالکل 10% رای نداتا دیگه حالا 90% امانی که رئیس داتا دیگه 40% رای نداتا حاکمیت مردم معنیش اینه که اکثریت تعیین کنده که دیگه چی بکنه طریقش ماجوریتریان دموکراسی که مثلا طلعت کشورها هستیم مثل ترکیه یا مثلا چون که هندوستان تا زمانی کندگان حکومت به اصطلاح هندوان یاد کرد ما همچی حکومتی نداریم دموکراسی که مثلا اکثریت تصمیم بگیری اقلیت مثلا مسلمان بی بر اساس قانون شریعت بی یا بر اساس قانون مثلا مانیفست حزب کمونیست بیتند یا ندان مانیفست کتاب سبز که نام
لیبی حکومت قذافی رو بیتن، بلکه 100% مردم حکومت اگر همچه اتفاقی که بلوچستان هندگان بلوچستان اتفاق کرد ما مخالف نیدیگه حکومت جمهوری اسلامی ایران یاد که حکومت اسلامی یاد کنه اگه ماشی مخالفین اگر باندا بلوچ مولوی هم بیت حکومت طالبانی یاد بکنه ماشی مخالف چی حاکمیت مردم نه حاکمیت مردم از دید ما فرق کنه تا حاکمیت که مثلا یا دموکراسی مجاریتریانی بیت یا که مثلا رای بداتن یا حکومتی بیت رو بگوشی که دیگه من دا قانون اسلامی کارم من دا قانون کمونیستی کارم یا من دا قانون مثلا فلان دیگه روشی کارم نه ما کاملا شان مخالفیم ما حاکمیت مردم لوته هم اصلی حاکمیت مردم بنیاد مردمان حقوق که سراو بیت مصادفه دای مخالف بیم تشکی نیست. اول همه ما پیشتر توضیح داده از مردم بلوچستان شرایط چاری بین‌المللی چاری تو وادی حاکمیت مردم حاکمیت ملی البته حاکمیت مردم هم البته طرف باید وقت مردمان تو که همون شما گفت یک آگاهی سرپری مردمان تو که بیتی تو وقتی تو که هم مردم میگه بیتی آدم گوش به سرتون چوره بود رو ازمای سرپری نبود حاکمیت ملی بلوچستان حاکمیت مردم بلوچستان یک سری توریان مثلا چپای دیگه ادگارش کتا یارت انسان نوشتش یارت بل نبود مثلا که دیگران حاکمیت مردم حاکمیت ملی دو دانه چیز متفاوت شری سر بیان دیما ایرانیت که ما مثلا مطرح تمام وادی و یه حاکمیت ملی وادی که لوتیگی تو خب جهان طرف باید قبول کنه وادی مسائلات مثلا تایوان تا قبول بود خب ضروری به تایوان نیست امریکا حاکمیت و دیمه راهی کردان عراق مثلا حاکمیت کاملش نیست ولی اندازی هستش ولی دنیا طرف باید به رسمیت بزنن و بالای ای پایین خب متاسفانه مریچی سیاست یک چیزی است که همه دکتر لوگ که تعریف کنه تو وقت گوشه داره باید سقفی ببیتن یک بنیاد هم تو بنیاد تو شو کنه بعد سقفی هم ببیتن بعد دیگه کسی هم جای بیاریتن بعد تو سندیتی هم بده مریچی بلوچستان تو که ما لوگ جام با ایران حکومت برگی وجود سند نیستن همه جایی که مثلا میں پیت پیروکی زندگیش کتا سرزمینی که ما درو بلوچ فکر کنه شی میں پاجگی ملک فرق نکن من برام مثلا تزایدان یا هیچ زمینی که بلوچ دامنه من رفت و زندگی کت یا نسلی یا دو نسل منیگن دیگه من بلوچ هم سرزایدان ما منیگن که ساربوگ منیگن یا چاوار منیگن چه فرق کنه ولی من نیلانتی من در کنه چه ودا ولی دیگه جاوه چه دیگه مردمی چه ایران کاران یا نزانو سپاهیگن یا وقت سپاه وقتی گوشی من سندشی منیگن سندی عادی کتا دنیا تو که حساب کتابی هستن رهبندی هستن و بلوچی هم یک فرهنگی هستن تیپش کار پر رهبند شهریم و کار چپاک کاری ایب نزوریتن و مثلا معمولا یک جامعه فلسفه پیش دارندن و این وقتی شهریم فلسفه یک ماشو بلوچا هستن که کار پر رهبند البته رهبندان قابل قبول به انسان ها بودن من که رهبند قبول کنم رهبند به فایده میتم آدم کراستو گشت تو بعد رهبند جامعه قبول بکنه بلا اور رهبند تراوت هم قبول بیتن بذاره تو هم بیتن دیگه این حساب مثلا مردم کارا دیما بارتید و این حسابی که حزب مردم فعلا هستن که ما را باید هم بلوچستان حاکمیت هم مقبولیت داخلی جور بکنه که مثلا اکسپتنس یا قبول کنه بلوچستان ودی تو که همه دعوت ایران جامعه که تا جایی که امکانی هستن و همه دعوت جامعه بین المللی دیگه کشی که مثلا بلوچ راجع ما چطورکا گهنده آی مروچی خب مسلما ما بلوچ یک عنوان یک ملتی جا کاری بلوچستان یک ایشی که واحدان سیاسی مختلف بلوچستان بهر بودت دیگه موضوعیت ولی بلوچستان یک ملتی یک مردمیت و واحدان سیاسی مختلف هستند تعریفان وتش هستند خب تو روی یک جای خبر کنه من مثلا باید یک عنوان کنگره ملت ایران فدرال خبر کنم بر اساس ریتوریک و سیاست و خبر آیا خبر کنم همین کنگره یک جلسه هستند که مثلا رئیم رابطه تا طرف حزب مردم بده شرکت بکنند و اطلاعات دیگر مثلا دو نفر چمی اعضای وقت کنگره غیر بلوچ هم کرد هم عرب گفت تماسش که تو هم بیا نمایندگی کنگره بکن من متاسفانه با توجه به انداز وقتی و کاری نتونم تو نماینده کنگره بده بکنم البته ما افتخاری برفتن تو نمایندگی کنگره ولی من نرفتم چون وقت نیست چون ودا آک من وادی کودا آکشان من برو خبر بکنم معلومه من وقت تنها بلوچ خبر و نتونم بکنم بر اساس ریتوریک که حزب مردم و ودا نرمون دیگه ودا بر اساس ریتوریک که مثلا حزب دموکرات کردستان هستن حزب تضامن هستن حزب خلق ترکمن هستن نظارون آذربایجان مثلا حزب دموکراتیک آذربایجان هستن دیگه کمالای هستن دیگه اعضایی که کنگره هستن جبهه متحد بلوچستان هستن جبهه مردم بلوچستان بوده هستن این تمام گینانی باید به یک شکلی تا بدون سخنگویی گپ بکنه
که بتونه کنگره مثلا وادی که کیلوت گو کنگره خبری بک فلانی گوشت مثلا تو برو ده خبر بکنه یا فلان بکنه یعنی شین که تو باید بتونه مختلفی خبر بکنه مختلفی مثلا نظریات ها مطرح بکنه تا یک موضوعی سرا و نبیت مثلا یا موضوعی هر چی مثلا بیاره تا یک چیه مثلا من بگوشم من فرد حزب مردم خبر کنم نه ما به عنوان آدم سیاسی باید بتونه تفکرات مختلف خبر بکنه وادی مثلا ودا جامشید هم هستند رحیم هم هستند آن وقتی مسائل مطرح کنند و ما وقتی مسائل مطرح کنیم هر یکی چما ولی ما چما هر یکی پدروتی یک دیگه جای پدر نمایندگی کنیم یا به شکلی یا که تماس که ملوتو حزب دموکرات یا حزب مردم خبر کنه خب ما وقتی خبر کنیم ولی وادی مثلا گوشی ما کنگره خبر کنیم ما باید بر اساس ریتوریک کنگره برام ودا خبر بکنم یعنی شان خوب یک چیز مشخصی است ما نتونم مثلا همیشه مثلا اگه خبران تو که یک مشکلاتی پیش که پلاتی مردم باید بشارن تا کجا کانتکست تا کجا تو خبر کنه به عنوان حزب مردمی برفته به عنوان کنگره چون کنگره یک سازشیه دیگه یک اتحادی بین چند تا ملت چند تا حزب و اشانند که مثلا ودا تعیین کننده بندین ولی تشریح شکی نیستند که ما به عنوان بلوچ راجا یک بلوچ راجی گندیم و به عنوان یک ملتی کار کنه و به عنوان شیک مثلا مسائل بلوچستان مطرح بیتین یک مقبولیت هم از لحاظ بلوچ بیتین هم از لحاظ ایران بیتین و هم در بلوچستان مثلا مطرح کنه بیتین و شیکی ما بگوشیم مثلا ایران طریقا ما بتونیم مسائل بلوچستان حل بکنه وقتی حکومت ها هیچ چیزی حل نمیتین و این مشخص است که بلوچ باید و وقتی حاکمیت بیتین همیشه و مثلا وقتی که کشوران فدرال هستند مثلا آلمان کشوران فدرال هستند واحدان فدرالی که هستند این واحدان فدرال هر یکی روتن وقتی به اصطلاح بازی قرارداد وقتش بنده تو برای تا بلژیکا مثلا لاتش ایالتان آلمان وقتی نمایندگی هستند همیشه مثلا اسپانیا لاتش ایالتان وقتی مسائل بتونه حل بکنه مستقیم لاتش مسائل حل کنه اجازه شم دیانتن یعنی وقت دولتش هم اجازه داده چون مکانیزم فدرالیسم همچین مثلا چیزی هم هستین مثلا ایالتان آلمان که مثلا وقت فرانسه یا نزدیکه وقتش مستقیم تجارت کنه وقت فرانسه یا بیشک مثلا ایتریق برلین بروانتین یعنی بازی کاری بیتی مردم تا پروسه‌های مختلف تو انجامش دادن ایدم نه این سیاست یک چیز مشخص 100% نه مسئله علمیه ولی هم مسئله علمی یک سری چی هست اما فیزیک اندر چیز که مشخص نہیں ہے ہر بار یک جائزه فیزیک گرانتے ہیں نوبل گرانت فیزیک ہے دلیلش ہے کہ ایک چیزی کشفش کتا پی 17 انسانان نزانتا ادام همین دعوت سیاست همین دعوت مختلفی مسائل راه حلان متفاوت بر اساس مسائل علمی که بتونه مشکلات مختلف حل بکن مردم ارائه دادن و ما باز تشکر کردم چون درست که سنگتان دیاتگان بخصوص سنگتانی که برنامهش ترتیب داده و هنگاه هم اداره کنگند شما مهربانی همیدا و واجه ملک و واجه بلوچ و واجه مسعود و یه دیگه سنگتانی که نمیاد کن جو سپورسش بودی کدن شما مهربانی سلامت به برای مشکل دیگه بریم پدایش کنیم مهربانی منتار واجه ناصر واجه رحیم کش مشفی وحداتو نشته گما هنچوش که سنگتانی که یحتن تقریبا نزدیک 205 نفر دیوان آیت برزورد که هنو تقریبا 70 نفر هستیم چه شما باز منتوار مهربانی که نشتیم ما کوشش کنیم که پناه چه واجه ناصر و واجه رحیم دعوت بکنیم و اهدا بده ما را بری و یه دیوانانا ما بتونیم شانیزان تا واجهانی بر بزوریم واجه ملک اگر ترگب پی واجه بلوچ هستی بفرمایید متشکر و مسئول واجه ناصر واجه رحیم باید دیگه سنگتانی که یحتن نشتن سعید سنگتانی که جلسه یحت و بهر زود ممنون متشکر انشاءالله دیمه جلسه مشروع بتونی با هم دیگه اپدام بهر بزوریم متشکر من دیگه سلامت باشه من هم فرمان چه دوستی سنگتانی هم پیدا وارو براتانی که دیوان بهر زورد منتوار بشونم و امید کنم پنچو هم واجه رحیم واجه ناصر و امید کنم که چه دیوان ها پدن همانچی واشی دیوانی برجم بداریم و منتوار سنگتانی چه ما بتنیم واشوار درستان شب باش بشون